برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان عزیز. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد با شما هستم و یکی شما را به برنامه امروزه خوش آمدید میگویم. آنهایی که پیش دستی کردید و پیش قدمی کردید و از اولین ها شده به برنامه ما وارد شدید، خوشا به حالتان. حالا تماشابینان عزیز، امروز یک روزی مخصوص است. امروز روزی است که عیناً در همین روز 16 سپتامبر سال 2015 در تاجیکستان 10 نفر از نخبگان سیاسی ملت، 10 نفر از نفران ورزیده کشور بازداشت شدند و با همین پشت پنجره زندان رفتند. آنها را بدون ثابت کردن یگان جرمشان، بدون اینکه در نزد ملت گناه آنها را، جرم آنها را افشا کنند، ثابت کنند، آنها را پشت پنجره زندان کردند. این نفران کم نیستند، 10 نفر هستند. محاکمه سودی آنها پشت درهای بسته گذشت. حتی نزدیکترین نفران آنها را راه ندادند. از همه جایهای تأسف بارش این بود که وقتی با آنها وکیل دفاع گرفتند، خودی وکیل دفاع پشت پنجره زندان رفت و وقتی که به این وکیل دفاع گرفته شد، این وکیل دفاع هم پشت پنجره زندان رفت. دیگر حالت این شد که هیچ کس شجاعت نکرد از این گونه نفرانی که بازداشت شده اند پشتیبانی شوند و چندین وکیلان دفاع سربگریز شدند، جان خود را گرفته تاجیکستان را ترک کردند، از تاجیکستان خارج شدند. وقتی که از اولین ها 13 نفر اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت و پشت پنجره زندان شدند، وکیل دفاع مشهور بزرگمهر یاروف خواست از آنها، از حقوق آنها دفاع کند. خود وکیل دفاع مشهور بزرگمهر یاروف را هم بازداشت کردند. بعد از آن نوردین محکم، یکی از وکیلان دفاع مشهور تاجیکستان، خواست که از بزرگمهر یاروف دفاع کند و همین کار بزرگمهر یاروف را ادامه دهد و از دیگر بازداشت شدگان دفاع کند. نوردین محکم هم پشت پنجره زندان شد. او را هم بازداشت کردند، با چند جرم‌های بافته و ساخته او را هم زندان کردند. در همین حال برادر بزرگمهر یاروف، جمشید یاروف، یکی از وکیلان دفاع شناخته نیست، وقتی که خواست از برادرش دفاع کند، او هم پشت پنجره زندان شد و طول 1 سال پشت پنجره زندان بود. با سر و صدای رسانه‌های بین المللی، سر و صدای سازمان‌های بین المللی، او از زندان خارج شد و حالا در اروپا پناهنده است. همچنین وکیل دفاع دیگر معظمه قادیرova خواست از حقوق بزرگمهر یاروف دفاع کند، با او هم تهدیدها شد. او هم تاجیکستان را ترک کرد، جانش را گرفته به اروپا پناهنده شد. همین خیلی در کشوری که به وکیل دفاع تهدید می شود، وکیل دفاعی که می خواهد از حقوق
آنهایی که بازداشت شدهاند دفاع کند، او هم به پهلوی آنها می رود و یک وکیل دفاع دیگر که میخواد از این وکیل دفاع کند، او هم پشت پنجره زندان می رود. شما چی حقوق انتظار هستید؟ چی آزادی انتظار هستید در اینجا؟ و حالا 6 سال گذشته است بر وجود این که سازمان ملل متحد حالا پرونده 15 نفر از این زندانیان سیاسی را تفتیش کرده است، مورد بررسی قرار داده است و خلاصه های خود را برآورده گفته است که تاجیکستان، حکومت تاجیکستان اینها را بدون هیچ جرم و گناه پشت پنجره زندان کرده است و باید بدون هیچ قید و شرط آنها را آزاد کند و آنهایی که این نفران را بازداشت کرده اند، سود کرده اند، تضییق و فشار آورده اند، شکنجه کرده اند، پشت پنجره زندان برده اند، باید به اینها جبرانی معنوی پرداخت کنند و آنها در نزد قانون به خاطر آن که بدون جرم این نفران را پشت پنجره زندان کرده اند باید در نزد قانون جواب گویند. حالا قریب 3 سال میگذرد از همین طلبی سازمان ملل متحد تاجیکستان هیچ جوابی ندارد. تاجیکستان هیچ جواب نمیگوید و بیشتر مقامداران تاجیک که وقتی به آنها این گونه سوال داده می شود که چرا شما درخواست و طلب سازمان ملل متحد را که در آنجا قید شده است که شما باید بدون قید و شرط اجرا کنید اجرا نمی کنید، میگویند این طلب و درخواست سازمان ملل متحد یک طلب توصیوی است. ما خواهیم اجرا میکنیم، نخواهیم اجرا نمیکنیم. پیش از همه تماشابینان عزیز، همین حرفی جوابی تاجیکستان در طلب و درخواست سازمان ملل متحد جهت آزاد کردن زندانیان سیاسی انسان را به یک حالت دچار میکند که به یک فکر و ملاحظه دچار میکند که اینجا سوال به میان میباید سازمان ملل متحد که هیچ یک درخواستش طلبش اجرا نشود، کشوری که به طلبات‌های او قراردادهای او امضا کرده است اجرا نشود، همین سازمان بودنش چه منفعتی به جامعه بین المللی دارد؟ این سازمان ملل متحد سازمانی است که باید کشورهایی که طلب و قرارهای این سازمان را به امضا رسانیده‌اند، کنونسیه های این سازمان را به امضا رسانیده‌اند، باید بدون قید و شرط درخواست ها و طلب های این سازمان را اجرا کنند، به اجرا رسانند. اما اجرا نمی کنند، به اجرا نمی رسانند. همینجا این سازمان یعنی میسی خودش را از دست داده است یا اینکه دیگر این سازمان میسیش را دیگر کرده است، یا تماما از دست داده است یا دیگر شده است میسیش. گفتی بعضی از دوستان که سازمان ملل متحد نیو سازمان اظهارات و بیانیه ها، همه کار این سازمان به چی تمام شود؟ با بیانیه و با اظهارات تمام همین کتی بس می شود. حالا در همین کشوری که ما زندگی میکنیم وقتی که بعضی از حقوقهای خود میپرسیم، از حقوقهای خود طلب میکنیم، حقوقدانهای وکیلان دفاع این سازمان یعنی کار با پناهندگان سازمان ملل متحد میگویند که ما از دست ما هیچ چی نمیباید، فقط ما به شما همین یگان
ورق در کار باشد نوشته میدیم، ترجمان در کار باشد ترجمه میدیم، ادوکات در کار باشد رفته در سودهای شما اشتراک میکند. تمام، همین قدر. حالا ببینید یک سازمان با نفوذ جهانی که در اکثریت گفت و شنیدهای مناقشوی بین کشورها و جنگ‌های داخلی کشورها یک میسه بزرگی رو اجرا میکرد. حالا گپش این شده که ما یگان چیز در کار باشد نوشته میدهیم، یگان معلومات در کار باشد نوشته میدهیم و دیگر هیچی، و دیگر هیچ. همین است که امروز دیکتاتورها به میان آمدند. وقتی که مثل یک سازمان با نفوذترین جهان، سازمان ملل متحد اجرا نمی شود، فقط با بیانیه و اظهارات اکتفا می کند، همین گفتن ممکن است که انمی سازمان ملل متحد دیکتاتورها را آفریده ایستاده است. مادر دیکتاتورها می تواند انمی سازمان ملل متحد باشد، چون که از دستش هیچ کار ساخته نیست. قراردادها و طلبات‌های سازمان ملل متحد اجرا نمی شود از جانب هیچ کشوری. آمریکا می بیاید چندین کشورها را بمباران میکند، به خاک یکسان میکند، مدت 20 سال چند شهروندان یک کشور را در بدر و خاک بر سر میکند، برآمده میرود. سازمان ملل متحد گفتنی ندارد. چند کشور زیر تنگ توپ و تفنگ آمریکا و ناتو به خاک یکسان شدند. سازمان ملل متحد در همین جا با اظهارات و با بیانیه ها میسیاش را اجرا شده میداند. تمام. در مسئله پاندمی هم همین خیلی شد. حالا در مسئله زندانیان سیاسی چند نفر زنده یتیم شدند، چند خانه ها ویران شدند، چند نفر خودشان زندان شدند، اهل عائلهشان در بدر و خاک بر سر شدند. این سازمان جیم درخواست کرده است بدون قید و شرط اجرا کنید. حتی درخواستش را چیکار نمی کند؟ پیگیری نمی کند که این درخواستش آیا اجرا شده است یا اجرا نشده است، در حال اجرا شدن است یا نیست، برای چی اجرا نشده ایستاده است. هیچ یگان تصمیمی نیست. اگر سازمان ملل متحد می توانست چندین فشنگ های برای تاجیکستان استفاده میکرد، استفاده نمی کند. اتحاد اروپا به چندین نفران مخالفین پناهندگی داده است، اما در همین حالت از حساب اندازه‌سپارندگان اروپا هم مخالفان تاجیکستان را خورنده میپوشاند و هم خودی حکومت تاجیکستان را. در همین جا چی سیاست دارد هیچ کس نمیفهمد. چی سیاست پیش کردگی است این حکومت هیچ تعیین نیست. حکومت تاجیکستان شب و روز گرانت ها و کمک های اروپا را گرفته خو رفته است. با وجود این که اینها در اروپا چندین شعارها میپرتایند به خاطر حقوق و آزادی های انسان. حقوق آزادی های انسان در تاجیکستان پایمالش، کمترین دلیلش همین است که خودشان همین چیزها را آموخته به هزارها نفر مخالفین تاجیک پناهندگی دادند. همین دلیل کفایه است که اینها قبول دارند که در واقع در تاجیکستان مشکلی حقوقی وجود دارد، حقوق انسان پایمال می شود. هزارها نفر بدون هیچ جرم پشت پنجره زندان شده‌اند. این را اتحاد اروپا قبول دارد. نشانه قبول کردنش این است که به هزارها نفر مخالفان تاجیکستان پناهندگی سیاسی داده است و اما به تاجیکستان نیز گرانت دادن ها و پول دادن ها و قرض های بی بازگشت دادن ها را ادامه داده ایستاده است. این چی سیاستی است؟ سیاست دخوره. وقتی که تو قبول داری که در تاجیکستان
در تاجیکستان حقوق انسان پایمال می شود، زندانیان سیاسی وجود دارد و به پیوندانش تو پناهنده سیاسی داده ای. پس چرا یکم فشنگ های استفاده نمی کنی که این دیکتاتور به خودش بیاید، به مردمش رو بیارد، یک مردمی شود، فلکی نیرو مردمی شود؟ برای چی از فشنگ های استفاده نمی شود؟ این نشانگری آن است که شما از حقوق انسان نه، از منفعت های خودتان دفاع میکنید و از پای منفعت های خودتان هستید. پس اگر اینجا منفعت های خودتان نمی بود، سیاست دخوره استفاده نمی کردید. پناهنده سیاسی دادید؟ بله دادید، بسیار خوب، ما از شما منت دار. همین پناهندگی سیاسی دادن شما نشانگری آن است که واقعا شما پرونده های این مخالفین را آموختید، دیدید، دانستید و این خلاصه آمدید که در حقیقت در تاجیکستان حقوق پایمال شده است و اینها در حقیقت پناهنده سیاسی هستند، پناهنده هستند. پس برای چی با همین خلاصه خود سر کار نمیگیرید؟ این یک معمای بزرگ است. این را یک سومونیم. حالا در تاجیکستان هم زندانیان سیاسی پشت پنجره زندان هستند، بدون هیچ یک جرم، بدون هیچ یک گناه، پشت درهای بسته با آنها ده ها جنایت و جرم را به گردنشان بار کرده پشت پنجره زندان کردند. اما بیچاره بیگناه خواه رفته است. اگر این زندانی سیاسی نباشد، یعنی اگر حکومت تاجیکستان نترسد که اینها به سیاستش خلل وارد میکنند، اینها نفرانی هستند که به سیاستش راضی نیستند، برای همین پشت پنجره زندان شده اند. اگر این طور نباشد، چرا در او فقط دزد و قلاب وارد می شده است و این نفران نه؟ چرا؟ همین مناسبت ثابت میکند که اینها زندانیان سیاسی هستند، هرچند حکومت تاجیکستان دعوا میکند که در تاجیکستان زندانیان سیاسی نیستند. اما مناسبت حکومت تاجیکستان که با دزد، قلاب، غارتگر، کروپسیونر، آدمکش او وجود دارد، به این نفرانی که به سالیانی دراز پشت پنجره زندان شدند و تا به حال به ملت جنایتشان ثابت کرده نشده است از طرف مقامات تاجیکستان، به اینها عفو وجود ندارد. حالا که شما جنایتشان را ثابت کرده نتوانستید، پشت درهای بسته گاوسود گذرانیده اینها را پشت پنجره زندان کرده اید، اما دزد و قلاب و غارتگر و کروپسیونر به عفو شامل می شود، اما این نفرانی که تا به حال به ملت ثابت نکرده اید که اینها جرم داشتند، گناه داشتند، جنایت داشتند، شما به اینها عفو را روا نمی بینید. همین بس است، همین دلیل بس است بگوییم که اینها زندانیان سیاسی هستند، با انگیزه های سیاسی پشت پنجره زندان شدند. یعنی اینها نفرانی هستند که شما اگر همین صدای نفس کشیشان به گوشتان رسد، دست و پایتان میلرزد. اینها نفرانی هستند که از دلخواه حکومتداران شما جسارتشان، شجاعتشان، علمشان، دانششان، وطن دوستیشان، ملت دوستیشان بالا است و شما وطن فروشان را نمیماند که دزدی کنید، وطن را بفروشید، به این خلل میرسانند. برای همین اینها پشت پنجره زندان هستند. اگر نه شما میتوانستید به هر راهی به ملت آشکارا جرمهای اینها را ثابت کنید، ولی نه جرمشان را ثابت میکنید آشکارا با اشتراک روزنامه‌نگاران، با اشتراک سازمان‌های بین المللی، نه آنها را به عفو شامل میکنید، نه خودتان از عهده یگان کار میبرید. همین ناعهده برایی شما، همین کار ناشیمی شما و همین هیچ کارگی شما سبب است که این نفران، این نخبگان ملت، این دلسوزان ملت پشت پنجره زندان شدند.
شما اگر غمخوار این ملت می بودید، شما اگر برای این ملت دلتون می سوخت، برای پیشرفت ملت کوشش می داشتید، کوشش نمی کردید که آنها اندیشه آنهایی که مغایر اندیشه شما است، کاربرد آنهایی که به کاربرد شما راست نمی بیاید و به این عقب ماندگی شما راضی نیست، به این کارناشایمی ناعهده برای شما راضی نیست، آنها را یا زندانی نمی کردید یا سربگریز و دربدر و خاک بر سر نمی کردید. اگر شما پیشرفت کشور را می خواستید، حتما از پتانسیل اینها کار می گرفتید، استفاده می کردید. نه، شما باید دزدی کنید، شما باید غارت کنید، شما باید خانه این مردم را خراب کنید، ملت را سربگریز و خاک بر سر کنید. هیچ کس پیشک شما را پیش نگوید. حالا تماشابینان عزیز، از یکی شما خواهش میکنم که واردی برنامه شوید. هر کسی سخن کردن میخواهد، مرحمت وارد استودیو شود یا توسط رقمی که در سطر روان نشان داده شده ایستاده است به واتساپ زنگ بزنید. و خواهش میکنم از یکی شما که حالا وارد برنامه ما شده اید، تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه این برنامه ما به ترند براید، به تاپ براید و به دیگران توصیه شود و یوتیوب این برنامه ما را به دیگران توصیه کند، یعنی ریکامنداس کند. برای همین هم از یکی شما خواهش میکنیم تگمه های لایک را پخش کنید و آنهایی که فرزندان زندانیان سیاسی هستند، از یکی شما خواهش میکنم وارد برنامه شوید، برنامه را همراه گرفته بریم. و آنهایی که میخواهند در همین مسئله برای آزادی زندانیان سیاسی یک سهم گذاشته باشند و یک فکر داشته باشند، یک ایده داشته باشند که برای آزادی زندانیان سیاسی مساعدت میکند، مرحمت وارد استودیو شوید. لینک استریمیارد در پایان نوار آورده شده است و اگر آورده نشده است از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم لینک استریمیارد را در پایان نوار گذارید. و اگر لینک استریمیارد را دیده ایستاده شهروندان، هموطنان، بینندگان عزیز، با یک انگشت زدن میتوانید وارد برنامه، وارد استودیو شوید و با هم صحبت کنیم. تماشابینان عزیز، خواهش میکنم آنهایی که باز میگویم التماس من این است که تگمه لایک را اگر پخش نکرده باشید تگمه لایک را پخش کنید. اگر به کانال یوتیوبی ما آبونه نشده اید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید. آبونه شدن شما به کانال یوتیوبی ما انگیزه های ما را زیاد میکند و هوس ما به کار را زیاد میکند و ما به این باور میشویم که در حقیقت ما فعالیت ما در خوری زمان است و ما در حقیقت کاری کرده ایستادیم که این کاری ما سهمگذاری به پیشرفت ملت است. این را نشان میدهد. یعنی وقتی که از طرف مردم کاری ما پسند می شود، واقعا باعث سرافرازی و سربلندی ماست. حالا یک نفر وارد شدند و خارج شدند. انشاءالله امیدواریم که این برنامه ما با شما، با اشتراک شما، با اشتراک یک شما تماشابینان عزیز برای تماشابینان و دیگر نفرانی که بدتر ما را تماشا میکنند مفید خواهد بود. و من بسیار میخواستم که اینجا برادران عزیز گرامی ما که فرزندان زندانیان سیاسی هستند، برادران عزیز گرامی ما که از همین حکومت امروزه جبر دیدند، ظلم دیدند و پیوندانشان را پشت پنجره زندان کردند، در برنامه شرکت میکنند. من به چه خاطر میگم؟ با اون خاطر میگم که وقتی که تو یک نفرت گرفتار در یک
بیمارخانه بیمار است، به بیمارخانه افتاده است، یاد خیالی تو چی میشود؟ کوشش میکنی که فکر میکنی کدام داروی باشد که به همین بیمار من داروگی کند. فقط فکرت همین خیلی میشود. و حالا بیشتر از دیگران پیش از همه همین پیوندان زندانیان سیاسی هستند که شب و روز فکر میکنند که چی باید کرد که پیوندشان از زندان آزاد شود. بیشتر درد دل اینها را باید گوش کرد. بیشتر به درد اینها باید گوش کرد. هرچند ما بعضی از فکر و اندیشه های خود را میگوییم، ولی درد زنده جدایی را، فراق را اینها بیشتر از ما احساس میکنند. انا برای همین هم خواهش من این است که چندی از فرزندان زندانیان سیاسی وارد برنامه شوند و ما با آنها صحبت کنیم و مصلحت آنها را بگیریم، مشورت آنها را بگیریم که تا چگونه متحدانه با هم مبارزه بریم. حالا مرسی محمد بفرمایید. مرسی محمد. سلام علیکم برادران عزیز. مرسی محمد با نام دیگر وارد شدن. ایشان عبدالستار بابایف، رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان هستند. تشکر به شما، بفرمایید. سلام علیکم دوستان عزیز، برادران. خواهش میکنم کمتر بلندتر صحبت میکردید. سلام و درود حضور بینندگان عزیز ارجمند همدیاران و با مجری محترمم سلام و درود میفرستم که شوکت. صدای من میرود یا نه؟ صداتون هست، فقط کمتر بلندتر گپ بزنید. خواهش میکنم. من کمی فکر میکنم دیرتر وارد شدم و متوجه سوال شما نشدم. بله، ما ایشان را به برنامه دعوت کرده بودیم. خوش آمدید به برنامه، بفرمایید. همچنین سلام عرض میکنم حضور برادر عزیزمان مجری محترم شوکت جان. در همین مسئله زندانیان سیاسی پیش از همه فکر و اندیشه شما چی است؟ شما که رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی هستید، وقتی که یک مسئولیت بزرگ را به عهده دارید، فکر میکنم خیلی از ایده های در شما وجود دارد که برای آزادی زندانیان سیاسی مساعدت خواهد کرد. خب چیزی که ما میدانیم 6 سال قبل در همین روز یک ایده از اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، انقدر حدود 15-16 نفر از اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خب طریق غیر قانونی از خانه های خود بازداشت شدند. طریق کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند و مدت چند قطعه پس آنها با حکم ناعادلانه مقامات های قدرتی تاجیکستان روانه زندان شدند. نفر از این نفران محمد علی حید و سید عمر حسینی حکم ابد گرفتند که این خیلی هم ناعادلانه و غیر انسانی بود و باقی چند نفرهای دیگر باقی مانده ها از 7 سال تا 25 و 28 سالی روانه زندان شدند که واقعا هم این یک جنایاتی هست از طرف مقامات های قدرتی تاجیکستان، بخصوص از رهبری کشور که همه دنیا این را محکوم کردند و ما هم آگاهیم که سازمان ملل متحد هم این پرونده ها را چون از طرف مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این پرونده ها به سازمان ملل متحد فرستاده شد و آنها سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم بعد بررسی حکم کرد و نظر خود را گفت که اینها گناهی ندارند، به هیچ جرم پس پنجره شدن و باید به چون و چرا آزاد شوند. حالا من در همین باره اشاره کردم، اما در همین باره هم اشاره کردم. ببینید اینجا من یک سوال آماده کردگی هستم در همین باره سازمان ملل متحد. شما گفت زدید
گروه کاری سازمان ملل متحد اوید به بازداشت‌های خودسرانه با انتشار خلاصه‌های خود بازداشت 15 نفر از زندانیان را غیر قانونی و دارای انگیزه سیاسی نامیده خواهان به قید و شرط آزاد کردن آنها شد. البته این بیانگری آن است که جامعه جهانی با شمول سازمان ملل متحد با نفوذترین سازمان بین المللی ورسیه حکومت و اتهامات آن را نه تنها قبول ندارد بلکه آن را غیر قانونی و برخلاف عهدهداری‌های خود در مسئله حقوق انسان می‌داند. با وجود این حکومت تاجیکستان به این قرارها و خلاصه‌های این نهاد رسمی سازمان ملل متحد بی‌توجهی کرده از آزاد کردن محبوسان مورد نظر سرپیچی کرد. چرا سرپیچی کرد؟ تاجیکستان همین قدر دولتی به قوت و سرکش که حتی طلب سازمان ملل متحد را اجرا نمی‌کند یا اینجا گپ دیگری هست؟ خب راجع به این سوال شما من چنین گفتنی هم که صدای من هست بله؟ بله هست صداتون. خب من همین رو گفتنی هستم که دیگر معلوم است مقتضای یک دیکتاتور همین است در دنیا نشان می‌دهد دیکتاتوری خود رو. خب دیگر معلوم شود که یک دیکتاتور چین می‌خواهد ولی کشورهایی که امروز دم از آزادی حقوق بیان میزنند از آزادی میزنند من فکر میکنم که اونها هم به توجهی میکنند به یک دیگه خود به یک حکم برآوردن و به یک اظهارات نباید قناعت کنند نسبت حکومت تاجیکستان به خصوص نسبت امام علی رحمان باید فشارها را زیاد کنند. این امروزها دیگر ما شاهدی واقعه ها شده ایستادیم که دیگر زمان فکر میکنم دیگر زمان زور بوده زمان نمیدونم زمان قدرت و یراق است چون این چند روز قبل یا که ماه هم نشده است ما در قضیه افغانستان آگاه هستیم که طالبان که چون قدرت داشتن چون قدرت نظامی داشتن خب دیگر مبارزه کردن مبارزه های نظامی امروز دیگر تمام دنیا آهسته آهسته دیده ایستادیم که اونها را اعتراف میکنن و همچون دولتش رو به رسمیت میشناسن. به همین خاطر من فکر میکنم که نباید دیگر هم جامعه های شهروندی سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشورهایی که دم از آزادی حقوق بشر و دم از دموکراسی و آزادی میزنن دم از حمایت مردم اونها در اینجا مقصرند باید که به یک اظهارات اکتفا نکنند و تحریم ها را نسبت حکومت تاجیکستان باید که زیاد کنند و تاجیکستان را فشار بیارند تا اینکه دیگر اون اهنام عهده‌داری هایی که در نزد سازمان های حقوق بشر در کشورها به عهده گرفته است نسبت آزادی حقوق انسان و آزادی حقوق بشر و آزادی سخن و وجدان باید دیگر اینا از اون عهده‌دارای خود دیگر حمایت وقتی اینا اونا حمایت کنند اینها باید که اینا را در عمل تطبیق کنند مقامات قدرتی تاجیکستان. حالا من به شما یک سوال دیگر دارم. ببینید حالا یکی از سبب‌های این که حکومت تاجیکستان اینقدر قانون را پسند نمی‌کند با آزادی مردم احترام قائل نیست حتی این گونه طلب‌های سازمان‌های با نفوذ جهان را پسند نمی‌کند شاید ریشه اش این باشد که خودی ما شهروندان هم اینقدر کوشش و غیرتمان به طلبات جوابگو نباشد اینقدر خوب نباشد که تاجیکستان اینقدر حکومت تاجیکستان اینقدر ما را پسند نکنه شهروندانش را پسند نکند. ببینید حالا شما عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستید و همچنین رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان هستید که باید در این مسئله بسیار جدی سر و کار داشته باشید. اما میبینیم که بعضی از فعالان جامعه مدنی فعالیت شما را زیر سوال میبرند فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را زیر سوال میبرند و میگویند مثلا روزنامه‌نگار امرالله نظام در شبکه فیسبوکی در صفحه خودشان گفتند که نهضتی های مقیم اروپا زندانیان خود را فراموش کرده اکثر در کیف و صفااند باور نکنید یک صفحه هایشان را ورق زنید. شما این گپ را قبول دارید؟ البته که من به گفته روزنامه‌نگار امرالله نظام موافق نیستم زیرا که معلوم است و
بخصوص اعضایان ریاستی عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر کارمندان مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند که پرونده 15 نفر از این زندانیان سیاسی را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال کردند با فقط سند و دلیل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم اعتراف کرد و قرار قبول کرد که اینا هیچ گناهی ندارند و باید حتما به قید و شرط با پرداخت مالیات آزاد شوند. این نتیجه مهنتی این مسئولین و فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. من یک مثال دیگر را اینجا خاطر رسان میکنم که تقریبا یک هفته قبل من به خود من از کشور آلمان دعوت شد یکی از پسر فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که قضیه قبول سند پناهنده گرفتن اون در دادگاه بود و من در آنجا دعوت شده بودم و همون روز هم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جناب آقای محیدین کبیری هم دعوت شده بودن که این شخص یک نفر عادی بود. این نفری که ما رو دعوت کرده بود که باید در دادگاه و شرکت میکنیم تقریبا یک هفته قبل گذشته است. در اون دادگاه ما رفتیم و خود جناب آقای کبیری هم شرکت کردن و پیش از این هم تقریبا 3 هفته قبل دادگاه یک دختری که از دختران تاجیک همشهری همکشوران ما بود در دادگاهی او هم خود جناب آقای محیدین کبیری شرکت کردند و اون هم جواب قبولی گرفتن در اینجا. این چونی نیست که فعالان نهضت اسلامی تاجیکستان و یا که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چنین باشد. شخصا من هر یک سفری که میکنم و هر یک خارج از کشور حتما برای قضیه حتما یک پناهنده سیاسی که آنها در اونجا قرار دارند و امروزها هم در همه جا معلوم است دنیا امروز اعتراف میکنه در اروپا وقتی که خصوصا مثال در اون سالانه که هر سال سازمان امنیت همکاری اروپا سها هر سال یک بار جلسه خود رو نشست خود دایر میکنند و همه اینا اعتراف میکنند که یگانه اپوزیسیون فعال در اروپا این اپوزیسیون تاجیک است که فعالیتش در بخصوص در اروپا در جای اول است و مردم تلاش میکنند. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. حالا ما واقف هستیم که شما در یک سفر کاری هستید و به شما راهی سفید از خداوند کریم منان میطلبیم. باقی انشالله در پناه خدا باشید. تشکر. سلامت باشید. حالا تماشابینان عزیز، پیش از شهرت رحمت الله خوش آمدید. به برنامه ما سید نقرالدین وارد شده بودند، ایشان را خوش آمدید میگیم و سخن ایشان را میشنویم. بعد از آن با برادر عزیز گرامیمان شهرت رحمت الله صحبت خواهیم کرد. یک نفر دیگر با نام بختاور نیز خوش آمدید. سید نقرالدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم برادر عزیز و گرامی خوب هستید. الحمدلله. تشکر به شما برادر عزیز، بفرمایید. پیش از آغاز برنامه بسیار یک سخنهای جالب رو ما از زبان شما شنیدیم و این سخنهای شما را هم انشاءالله که دستگیری میکنیم. عیناً همچنین هست، زیرا از نگاه من کدام شخصیتی که اگر بر ضد حکومت بر ضد رئیس جمهور لااقل بر ضد یگان شخصیت مشهوری که در دولت تاجیکستان تأثیر رسان باشد یگان سخن بگوید، حتما او را برده به زندان و کسایی که وکیل این شخص باشند اونها را با جرم گوناگون زندان میکنند. این خود نشان میدهد قدرت حکومت تاجیکستان یک قدرت کوچکی هست، حتی از حال و احوال خودشان که در داخل چی میگذرد و اینکه گناههای اونها تا اینکه رسانوی نشود پشت درهای بسته همین سودها را. صدایتان کنده شد برادر عزیز گرامی. متاسفم
انشالله صداتون خوب شود. با شما امکان میدهیم که سخنتان را ادامه کنید. حالا برادر عزیز گرامی شهرت رحمت الله بفرمایید. هستید همینجا شهرت؟ زنده باشید برادر عزیز، خوش آمدید به برنامه. تشکر. رحمت الله یکی از روزنامه‌نگاران مشهور تاجیک که پدر عزیز گرامیشان عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد رحمت الله رجب حالا پشت پنجره زندان رژیم امام علی رحمان هستند. برادر بفرمایید. تشکر زیاد. سلام و درود به همه بینندگان عزیزی شما و به خودی شما اکای شوکت جان سلام برسد از جانب بنده. تشکر میکنیم که این برنامه تان راه اندازی کردین. موضوع هم موضوع محبوسانی سیاسی است، چون علاکه رسا 6 سال می شود که محبوسانی سیاسی پشتی پنجره ها هستند و چندین از بخصوص از عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل زندان هستند و امروز 6 سال است و به شما تشکر میکنیم که چنین برنامه را راه اندازی کردید و از زندانی ها یادآوری میکنید. زنده باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز شهرت رحمت الله. حالا اینجا ببینید برادر عزیز گرامیمان امرالله نظام نیست به برنامه وارد شدن. من گفته ایشان را برداشتم و به رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان به آقای عبدالستار بابایف دادم. متاسفانه ایشان در سفر در راه بودند که فرصتی آن کس را در برنامه داشتن بسیار وجود نداشت، اما ایشان به گفته های برادر امرالله نظام جوابهایشان را دادند. من اینجا از شما میپرسم که تا چی حد به گفته های امرالله نظام که گفتند نهضتی های مقیم اروپا زندانیان خود را فراموش کرده اند شما موافق هستید؟ تشکر زیاد. در این مورد راستی گپ اگر با گفته های برادرمون امرالله اگر به نوشته هاشون که در صحیفه مجازیشون نوشتن اونجا اشاره کردن که اکثریت گفتن، نه همه را گفتن. ببینید من با گفته های امرالله برادر موافق هستم، تا اندازه موافق هستم. به چه خاطر؟ من چند مثال میبرم. مثلا همه ما و شما میدونیم که امروز همین رژیم کنونی که در تاجیکستان موجود است و طولی مثلا از سال 2013 هم اگر بین خطا نمیکنیم، چون علاکه بعضی مغز و روشنفکران و بعضی مغزی ملت از کشور داشتن و آهسته فرار میکردن. و حالا من به خصوص همونهایی را میگم که در تاجیکستان در همین حزبی مذکور سابق عضوی ریاست عالی در تاجیکستان بودن و اکثریتشون فرار کردن از تاجیکستان. و در همین اروپا اگر تمام کشورهاش بگیریم خیلی نفروز هستن، خیلی نفروز. اگر تقریبا اگر اشتباه نکنم میتونیم حداقل از 100 بالا نفران هستن که در خارج از کشور قرار دارن. و اونه که برادر امرالله در اینجا گفتن که یک صحیفه هاشون رو نظر کنیم که مقصد از همسنگرای خود در زندان که قرار دارن چیزی یادآور نشدن، چیزی ننوشتن، درست است. یگان جایی بحث هم نیست. و همین 100 نفری هم که من قبلا گفتم که در اروپا قرار دارن، دیگه مردم و جامعه و عموما مردم میفهمد که کیها هستند در صفی همین به خاطر زندانیاشان میبروین و کیها هستند
امروز خاموشن و متاسفانه گفته امرالله برادر موافق میبرد. خب تشکر. حالا پیش برادر عزیز، پیش از آن که من خود برادر امرالله را بپرسم، حالا اینجا یک نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برادر عزیز گرامی ما فتح الدین عثمان زاده به برنامه وارد شدن که خوش آمدید میگوییم. شما که دفتردار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اتریش هستید، به این گفته های برادر ما شهرت رحمت الله و نوشته برادر امرالله نظام چی واکنشی دارید؟ با عرض سلام و درود خدمت شما برادر شوکت جان و خدمت شما بینندگان گرامی و مهمانان در خط حضور داشته. خب سرول از شما برادر شوکت جان خیلی هزار سپاس و تشکر میکنیم که برنامه امروزه را مخصوص به خاطر برادران و زندانیان ما بخشیدید که این خیلی کار خوب و مثبت است. و دیگه درباره این برادرای زندانی باید اگر هر روز ساعت‌ها بشینیم صحبت کنیم اطرافشان درباره مشکلاتشان، درباره اون چیزی که اونها به ناحق و بیگناه پشت پنجره زندان اینک سال ششم بشود که ادای جزا در ناخونک بگیم میکنند، ولی متاسفانه این حکومت خودکامه یا دیکتاتوری هیچ رحم و شفقت در این مدت 6 سال می شود که به عقلش در آمده است تا اینکه از اونها حداقل آزار و اذیتشان را کم بکند، چون که اکثرا اونها برادران اکثرانشون از 60-50 بالا هستند و فرزندان و عائله های و نبیرگان اونها منتظر اونها هستند و بگیم زنده یتیم هستند و امید داریم از خداوند بزرگ و منان که روز شود که اونها همه با سر بلند از زندان به یک مقامات، به یک وظیفه‌های بلند انشاءالله که مثل دیگر بزرگواران یا ابرمردان تاریخی که در تاریخ چنین سرگذشت داشتن انشاءالله که برسند. خب سوالی که شما اکای شوکت کرده، من نمیدونم صدای من خوب رفته است اکای شوکت یا نه؟ من در بیرون هستم. خب سوالی که شما مطرح کردید و اون چیزی که برادر امرالله امروز در صفحه فیسبوکیشان قید کردن و برادر شهرت هم از اون جانبداری کردن، من راستی اکثرا موافق نیستم، چون که این از یک طرف موافق شاید 5-10 تا 20% موافق باشم، چون که این گفته ها برای تبلیغ، برای تشویق خوب است که بیشتر توجه شود به برادران ما در زندان و بیشتر درباره اینها صحبت کرده شود، مسئله و قضیه اونها فراموش نشود، بیشتر توجه شود. از این جهت من به اندازه موافق هستم، ولی در اکثر حال این به این شکل نیست، چون که کارهای صورت میگیرد یا کارهای میرود که شاید همش در محضر عام مطرح نباشند و نشوند، مثل که اون پرونده اون 15 نفر 11 نفر با شمول این چند نفر دیگر برادران وقتی به سازمان ملل رفتن، اونها هم در آخرین وقتی که سازمان ملل حکم برآورد یا که اون بیانیه را در بیگناهی آنها صادر کرد، اون وقت اکثرا مردم درک کردن که برادران خیلی کار کردگی هستند تا این زمان. از همین لحاظ من با این گفته راضی نیستم، تو یک اکثرا میگم راضی نیستم از همین خاطر که کارها هست، توجه هست، ان شاء الله الحمدلله در هر یک محفل برادران یادآوری میشوند و تا اون جایی که امکانیت هست، تا اون جایی که اقتدار هست در فکر و توجه هستیم و با شمول تمام برادران، ولی از جهتی که برای یک تبلیغ تشویق توجه بیشتر بالای زندانیان باشد خوب است این گونه سخن‌های گونه گفتارها. تشکر به شما برادر عزیز. ان شاء الله باز به شما نیز برمیگردیم، پرسیدنی‌های هست. برادر گرامی امرالله نظام، خوش آمدید به برنامه. حالا این گفته کاریده خودتان در کشتزار فیسبوک را شرح میدادید که این چی؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که صدا میرسه. با شما صدایتان خوب است.
این درود و پیام خودم رو به پیش از بیننده ها، به اون زندانی هایی که در پشت میله های زندان هستند، به اونها هم میرسونم. تشکر باشه. خدا کند که هرچی تیزتر آزادی اونها را ما یک جای شاهد باشیم و ایشان هم در حضور خانواده و جامعه مدنی طوری که فعال بودن همون خیلی فعالتر باشند. الهه. من هرچی که میگویم یا که در اکثر مورد هرچی که میکارم برای اون کاریده هایم دلیل دارم. ایشان عبدالستار آنچه قید کردن که این کار میکنیم یا که این برادر فتحالدین هم قید کردن، خلاصه کارهای الهیده شاید بکنن، اما درباره آزاد کردن اون زندانیان سیاسی از خانواده های زندانیان سرکرده تو رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقعا هم کمکاری میکنن. در رابطه با اون پرونده 11 نفری که ریاست حزب نهضت برای اینکه رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اون میبالد که ما این پرونده را با تا سازمان ملل متحد بردیم، اینها از خودشون رکلام میسازن، از خودشون خیلی بزرگتر میتراشن. در واقع پرونده اون 11 نفر کاری رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه، بلکه کاری یک نفر در همکاری با کسایی که اصلا به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ربطی ندارن انجام شده است. یعنی اینها کار یک نفر رو به نام خودشون ثبت میکنن و از اون به نام خودشون یک نوع تبلیغ و یا اینکه در جامعه رکلام را طی 3 سال اخیر راه اندازی کردن و یا اینکه 2 سال اخیر. در اصل کاری پرونده اون پرونده کار یک نفر است، نه اینکه کاری گروهی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این یک. دو، در رابطه با اینه که گفتم فراموش کردن، وقتی که من همین روز 3 ساعت پیش و یا اینکه 4 ساعت پیش از این کوریده که گفتم حزب نهضت اسلامی و یا اینکه اکثر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که مقیم اروپا اند زندانیان را فراموش کردن، یک کوریده دیگر هم داشتم که گفتم 6 سال مقدم نخستین شده ما خبر زندانیان را و یا اینکه بازداشت زندانیان سیاسی را ما رسانه‌ای کردیم. شما ببینید صفحه این عزیزان را ببینید، یک بار دیگر ورق بزنید. اکثر آنهایی که درباره زندانیان نویسن و یا اینکه نمیدونم عکسی را پدلیتیا کردن، بعد از اون چیزی بود که ما نوشتیم و یا اینکه بعدتر فیروز جان هم نوشت، مطلب خوب نوشت و اون مطلب هم واکنش نشان داد از جانب چند نفر، واکنش خوب هم بود. شما ببینید در دوامی همین 6 ساله که هستیم، اگر این بزرگان اونقدر زحمت کشیده باشن، واقعا همون پرونده 100 درباره همون پرونده که 100 صفحه بود، یعنی حکم پرونده که 100 صفحه بود، من خوب یاد دارم که برای برگردوندن اون، برای حداقل برای کتابت اون و یا اینکه تایپ اون که اون اصلا چی بود، یک ورقه همچون چاپ شدگی باید اون به شکل خطی می نوشتن، ماها تلاش کردن، کسی هم به گردن نمیگیره، نوشتن شد. حتی 1 صفحه و 2 صفحه این خیلی هم تقسیم کردن، نکردن نمیکردن، با پول هم پیشنهاد بود نمیکردن. یعنی من وقتی که میگویم که کم کاری میکنن و یا اینکه فراموش کردن، درست است. و حالا هم حداقل همین فرزندان زندانیان سیاسی و یا اینکه نزدیکانشون که در خارج هستند، در خیلی مورد صدایشون نمیبرند. وجود استثناهای وجود دارد که اون استثناها جای خودشون، دیگر کسانی که نزدیک و پیوندانشون هستند، دوستا و رفیقانشون هستند، حتی من یاد دارم ولی از رهبریت سرکرده تا پایانیش، وقتی درباره یک زندانی میگوی که دو جمله درباره همون همکار، درباره همون رفیقت گو، ساعتها انتظار میشوی کسی جواب نمیده. حتی حالتهای بود که بزرگای این حزب وقتی از یک زندانی معتبر پرسیدیم،
با یک لایک ماندن ما را پاسخ داد. یعنی من هر وقتی که حرف میزنم حرفان با دلیل هستم و همین نوشته که گفتیم بعد این واکنشم در داخل گروه های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واکنش تندی هم به وجود آورد که خیلی ها هم سخت هم گفتن و یا این که نمیدونم یک نوع اعتراض هم کردن و گفتن که کورنمک نشه و دیگر. یعنی این جای نه کورنمکی است نه دیگر. والا گفتن اگر حقیقت بعضی قدر تلخ باشد و من گپ مخالی کنم، من گپ تمام کنم بعد خواهش میکنم. در اکثر موارد وقتی که انسان های بیمار پیش طبیب میروند یک داروی تلخ برای اونها داده می شود. این داروی تلخ هم خیلی به سختی خورده می شود یا اینکه استفاده اون و یا اینکه تناول اون داروی تلخ خیلی هم به سختی انجام می شود و در برابر واکنش هم دارد. همین گفته من هم اگر واقعیت نمی داشت اینقدر واکنش به اون صورت نمیگیرید. باقی سلامت باشید. بفرمایید. حالا ببینید شما اشاره کردید که حتی پیوندان زندانیان سیاسی اونقدر کوشش غیرت به آزادی آنها ندارند. همین خیلی در سخنهای شما شنیده میشد. و حالا اینجا برادر عزیز گرامی ما محمد اقبال حسینی فرزند زندانی سیاسی استاد سید عمر حسینی حضور دارند که به حبس ابد محکوم شدند. سید عمر حسینی جانشین یکم رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و مدت 5 سال در پارلمان عضو پارلمان تاجیکستان از روی خط حزبی بودند و حالا محکوم به حبس ابد هستند و پشت پنجره زندان. برادر امرالله نظام گفتند که حتی پیوندان زندانیان سیاسی کوشش به آزادی آنها نمی کنند. برادر محمد اقبال حسینی به این شما راضی هستید؟ سلام علیکم. سلام به شما و بیننده های گرامی و به همه حاضرین محترم. اولا تشکر که از شما که این برنامه رو راه اندازی کردید. من کمتر عذر میپرسم، فقط که در راه هم امکان داره که به طرف دوربین نگاه کردن نتونم چون که راه هم خیلی شلوغ است. گفته های آقای امرالله با یک قسمت بله من موافقم، ولی با قسمت زیادش موافق نیستم که از بگیم یا از طرف حزب نهضت یا از طرف خانواده های زندانی کمکاری می شود. حالا همون چیزی که گفتن بگیم همون قراری که از طرف سازمان ملل شد و از طرف سازمان ها همین کار یک نفر نه، بلکه همینی که همه اعضای خانواده در اون کار همکار بودن و کاری کردن که این کار اجرا شود خودش خیلی کاری بزرگ است و ما بعضی وقتها برای یک امضا ماها انتظار میشتیم که یک امضا را بگیریم. یعنی کاری آسان نبود و کار یک نفر نبود، کاری یک گروهی بود با سرداری یک نفر. درست. و این چونین همه یعنی در این کار همه اعضای دیگر حزب نهضت که همونا هم اگر رهبریت نگیم یا که مسئولای حزب نهضتی بودن که کوشش کردن این کار این سازمان ملل متحد اوجه علاقه ببخشید خطا نکنم 2 سال گذشت. بله بعد از این قرار سازمان ملل متحد که تاجیکستان را وادار به این کرد، از تاجیکستان درخواست کرد که
آنها را آزاد کند بدون قید و شرط. بعد از این چه کارهای از جانب شما برای آزادی پدرتان صورت گرفته؟ ببینید خب کارهایی که ما یعنی ما در همین ساحه کارهای زیاد انجام داده نمیتونیم، فقط همین کارهای فقط رسانه‌ای از رفتی بگیم که اجرا نشدن قرارهای همین سازمان ها که هر چند وقت این کارها انجام میشوند. درست که کم هست، روزانه نیست، ولی هر چند ماه. تا چه حد در رسانه ها فعال بودید؟ مثلا خیلی دور چه حد در رسانه ها فعال بودیم؟ مثلا بسیار خوب. برادر فیروز حییت به برنامه خوش آمدید برادر عزیز گرامی. حالا محمد اقبال انشالله به شما برمیگردیم. بعضی از چیزهای است که میخواهم از شما بپرسم. من میدونم که بسیار کارهای اجرا شده است که گفتنش دشوار است، افشا کردنش دشوار است و میتواند بسیار کارهایی هست که این سری یک حرکت باشد، آن به اجرا رسیده است لیکن آن را افشا کرده نمی شود. این گونه شما رهبری دستگاه را به عهده داشتید و در اینجا من خودم با خبر هستم که چندین کارهای از جانب شما اجرا شده است. حالا به شما برمیگردیم ان شاء الله. حالا برادر فیروزی حییت به برنامه خوش آمدید. اینجا برادر عزیز گرامی فیروزی حییت فرزند زندانی سیاسی استاد محمد علی حییت می باشند. استاد محمد علی حییت عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند. نفری که امروزها جامعه مدنی، امروزها ملت تاجیک بر این است که اگر از زندان بیرون می بود برای مردم پنجشیر حتما کار میکرد. نه فقط نهضتیانی را میگویند، حتی آنهایی که به نهضت هیچ ربطی ندارند بر اینند که این نفر خیلی نفری ملت دوست است، یکی از نخبگان ملی است و درباره اش ده ها نفرانی که شاید به سیاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موافق نباشند اما با محمد علی حییت هستند و این شخص را خیلی دوست می‌دارند. خیلی در جامعه تاجیکستان نفرانی هستند که شاید با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیستند اما این نفر را با جان دل میپذیرند و به سخنهایش به تکرار گوش میدهند و او را یک نخبه ملی میدانند. حالا فرزند ایشان روزنامه‌نگار تاجیک فیروزی حییت در اینجا هستند. همین روز برادر فیروز جان شما یک کاری دید در شبکه اجتماعی فیسبوک که من بدون گلوگیر نشدن و بدون چشمانم پر آب نشدن نتوانستم اون را خوانده تا به آخر برسونم. واقعا دردناک است. بله برادر عزیز، اما ببینید شما گفتید که آیا دوستانشان در یاد آنها هستند، یعنی شما زندانیان سیاسی را در نظر داشتید که آیا دوستان ایشان در یاد آنها هستند، یعنی وقتی که شکایت از زبان شما نیست چنین صدا میدهد واقعا شما نیز به گفته های امرالله نظام تا اندازه موافق هستید. ولی سوال شما اینجا این است که کسی آیا به جای فرزندان زندانیان سیاسی، همسران زندانیان سیاسی خودش را یا که به جای خود زندانیان سیاسی خودش را به جای آنها مانده آیا تصور کرده است؟ این گونه شما سوال گذاری کرده اید و سوال من از شما این است که چه چیزهای شما را وادار کرده که این همه سوال گذاری ها پیش آمده؟ اولا السلام علیکم، تشکر زیاد برای دعوت و تشکیل چنین برنامه. راستی چرا من این سوالها را گذاشتم؟ وقتی صبح به کار می رفتم صفحه فیسبوک را ورق می زدم که کسی یاد زندانیان سیاسی غیر از برادر امرالله نظام نشده بود در همین شب و روز. دیگر همین گفته ها علم مرا بیشتر کرد، چون در حقیقت
بعضی برادران همین دوستان پدرم هستند که در مدت 5-6 سال بار هم آزادی به زندانیان سیاسی نگفتند. من منتظر بودم راستی که از 12 شب این طرف دوستان پدرم، همکاران پدرم به نوشتن آزادی به زندانیان، حداقل آزادی در صفحه فیسبوکشان آزادی به زندانیان سیاسی می نوشتند، ولی این چیز رو من ندیدم. بعد که دیگر من نوشتم و بعد دیگر از جانب دیگران واکنش دیده شد و دیگر بعد از اون شروع شد نوشتن ها، ولی آن هم کافی نبود. نه همه آزادی به زندانیان گفتن. مثل فضای فیسبوکی مثل میتوفت که گویا که قسم از همون همکاران پدرم خرسند هستند که اونها در زندانند و ما در این جاییم. در نظر من در حقیقت همین خیلی توف. وقتی که میبینی که یک فضا خالی است، آزادی به زندانیان سیاسی گفته نمیشود، در حقیقت علم آدم میکند. بعد برای همین گفتم که یک بار شما خود را جای زندانیان سیاسی بگذارید که در چه شرایطی هستند. اونجا با آوردم یک دو نقطه که مثال حجره تنگ و افلاس، حجره که رخت خوابش آهنی است و دیگر دستشویی و توالتش یک جا است. یا گفتم که اون بجای سرسانی های همسرای زندانیان همسرای خودتان بگذارید که چقدر در این مدت 6 سال هم سرسانی و سرگردانی داشتن. یا فرزنداشون که ما در وقتی که پدری من رو زندانی کردم من نابالغ بودم، برادری من خیلی خورد بود، هر دو برادرام خیلی خورد بودن. عذاب‌هایی که کشیدیم، من خواستم برای همون نفرها یک تصور بکنن، نفرهای بیشترشون که 5-6 سال چیز نوشتگی نبودن و بیشتر باز به فعالای جامعه شهروندی که در این شب و روز حمایت از پنجشیر و دیگر جا میکنن، ولی یاد از تاجیکستان هم میکنند و یاد از زندانیان سیاسی نمیکنند، با اونا هم ربط داشت. بله تشکر. اما ببینید من شخصا خودم، حالا دور نمیره، من شخصا خودم برای نام که با تمام همکارانم ما فوند مخصوصی داریم که هرچند کم باشد هم مخصوص زندانیان سیاسی تشکیل کردیم، هر ماه با آن سهمگذاری میکنیم. ببینید با همکارانم این فوند رو داریم، مخصوص زندانیان سیاسی مالی گرچند که کم است گفتنش هم شرم داریم. و چیزی دیگر این است که همیشه در برنامه‌های ما همچون یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئله بررسی حقوق و آزادی‌های شهروندان و علل خصوص زندانیان سیاسی در رده اول می ایستد و با نام یک به یک زندانیان سیاسی ما برنامه داریم و چندین نوشته ها داریم. می توانید به سایت پیام یک بار بله کارهای رسانه شما در نظر داشته نشده. ما کارهای فعالیت حزبی یا دیگر منم یکی از شاگردان کمترین استاد محمد علی حیید هستم، خود را میدونم و کوشش به خرج میدهیم که زندانیان سیاسی، مسئله زندانیان سیاسی در رسانه ما در رده اول باشد. اما اینه که مثلا گریم ببینید من از اول از شرایط خودمان گپ میزنم. ما با برادران صحبت کردیم که امروز روز زندانیان سیاسی است، باید در این باره برنامه برد. شاید در بین اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا من به سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مراجعه کردم که در این برنامه شرکت کنند، گفتند که تا ساعت 20 بند هستند و کدام جلسه دارند، شاید جلسه هم درباره زندانیان سیاسی باشد فکر میکنم. اما ببینید ما خودی آشکارا اگر گوییم، من وقتی که فعالیتی فرزندان زندانیان سیاسی را نظاره میکنم، وقتی که میبینم اونقدر فعالیتشان بیرنگ است که مثل اونهایی که بیگانه هستند. مثلا گریم بعضی از فعالیت های شما مثل فعالیت منی که مثلا گریم روزنامه نگاری است در همین محدود میموند، یا که گینی شهرت
یا که این برادر محمد اقبال و دیگران در همین یک فعالیت های جداگانه محدود میماند و با شکایت تمام می شود. اما اینجا ما باید چیکار کنیم؟ امروز مثلا گریم حرکتی احمد شاه مسعود را پسرش رهبریش را به عهده گرفته است و همان آرمان ها و همان برنامه های احمد شاه مسعود را امروز در پنشیر احمد مسعود زنده کرده ایستاده است، پست داشته ایستاده است. ببینید، اما تا همین حد آیا برادر عزیز و گرامی، فقط سوال من خواهش میکنم نرنجید، بیایید آنهایی که از پیوندی ما بیرون هستند، از پیوندی زندانیان سیاسی، فرض کردیم فیروزی حیید فرزند محمد علی حیید، تا چه اندازه فیروزی حیید از برای آزادی پدرش محمد علی حیید از مبارزه اش راضی است؟ من از سوال شما نمیرنجم. من از مبارزه خود برای آزادی پدرم راضی نیستم. در حقیقت ما کم فعالیتی کرده ایستادیم، ولی در اینجا یک شما هم در اینجا آوردید، قریب همون گپ همه گفتید که پدران شما است و کوشش کنید برای آزادیشان، ولی در برابر پدر ما بودن همکاران و همکسبان اون برادران هستند. در حقیقت محمد علی حیید، سید عمر حسینی و دیگر زندانیان سیاسی ما در گردن هر یک عضو ملت حق دارند، این طبیعی است، ولی در برابر شکایت باید ما این سوال جواب خود را داریم که باید داشته باشیم که همچون یک فرزند، همچون یک پیوند، تا چه حد برای آزادی پدر، برای آزادی نفری که مثلا فیروزی حیید را به وای رساننده است، کوششمان ما را چی میکند؟ یعنی کوشش من سوال شما به من فهمه است که شوکت جان، کوشش های من قانع کننده نیست، در حال قانع کننده می شود که پدر من آزاد شود. در حال حاضر قانع کننده نیست. الله نظام، شاید میدونم که شخص سیرکار هستید. اینجا سوال من به شما این است که وقتی که شکایت گذاشته شد، واقعا در برابرش یگان پیشنهاد وجود دارد، چی باید کنیم ما؟ رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معاون دارد و اعضای شورا دارد، تقریبا چند نفر. این رئیس همزمان رئیس پیمان هم هستند و چند نفر مشاور و اعضای ریاست هم 13-14 نفر اعضای ریاست دارند. من وقتی میگم که انتقاد میکنم، اگر که پیشنهادم در برابرش کنم، هم بخودم این اجازت رو نمیتیم در اکثر مورد، چون فکر میکنم که اگر من در برابر انتقاد پیشنهاد هم کنم، یک نوع کاری اون بزرگوار و یا اینکه وقتی اون بزرگوار برای فکر کردن یک چیزی بهتر تولید کردن شاید بند کنم، و یا اینکه خیلی ها از اون بزرگان احساس حقارت هم کنن که این هم این خیل میگوید هم اون خیل. این یک پهلوی مسئله. این یک پهلوی مسئله. خواهش میکنم. از چشم داشت های از این نفران دارید، از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از پیوندانشان، بعضی از چشم داشت های دارید که شما انتقاد کردید، بعضی از چشم داشت هایی که داشتید که باید این خیل میشده نشده، اما نشده ایستاده است. اما همون چشم داشت های شما چی بوده باشد؟ ما تقریبا از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طوری که بارها از رهبریت صدا داده است، حدود 200 نفر و یا اینکه بیشتر زندانی داریم. بله. این رهبریت 16-17 نفر، این به غیر رهبریت دیگر اعضا و پیرو حدود 200 نفر و یا اینکه کم و بیش زندانی داریم. ما در مدت 6 ساله که در خارج هستیم درباره یک فیلم 5 دقیقه‌ای مستند انجام دادیم یا کنیم؟ بله. نکردیم.
درباره سرگذشت یکی از اینها حداقل یک بروشور ساختیم؟ نساختیم. درباره یکی از این عزیزان من روزهای اخیر تقریبا از ماه سپتامبر وقتی فشارها زیاد شد تا یک روز پیش از زندانی شدنشون همراهشون بودم، یعنی با آنها تماس داشتم. آخرین کسی که شاید دیده باشم اکای سیف الله باشد، سیف الله زاده، خدا تیستر آزادشون کنه. بله، حکمت الله سیف الله زاده. یعنی با این قدر تلاش هایی که اون بزرگان کردن و یا اینکه این قدر درباره‌شان تعریف و توصیف گاه از حد زیاد گاه از حد کمتر انجام میتین، اگر زورشان بیاید شما تصور کنید که اگر همین عزیزان فرزندان یک ملت دیگر بله اونها درباره اینها چیکار میکردند و به جهانیان این بزرگواران رو چخیل معرفی میکردند؟ بله هیچ یعنی چیکار نکردند. همین به حد لازمی آنها معرفی نشده ایستاده اند و به حد لازمی از آنها پشتیبانی نشده ایستاده است. بله، شما ببینید حداقل ترجمه حال اونها همش کهنه، اون ترجمه که 5-6 سال پیش و یا اون که پیش از اون تهیه شده بود، همون ترجمه حال حاضرم در سامانه هاشون میچرخن، یعنی چیزی نو ندارن. ما میگیم که کمکاری کردن، همون کمکاری که من گفتم پیشتر خودتان هم به نوعی تصدیق کردین که کمکاری میکنند. بله. و اگر واقعا هم اینو در فکر آزاد کردن اونها باشن، خیلی کارهای بزرگتر برای اونها انجام میدن. شما تصور کنید اگر یک فیلم مستند درباره بزرگمهر یاروف، اینها اگر یک فیلم مستند تهیه کنند که بزرگمهر یاروف، اینها برای بزرگمهر یار انجام بتین، لیکن در برابر گویند که رکلام خودشون هم انجام بتین که این بزرگمهر یاروف سبب زندانی شدنش حامی و یا اینکه ادوکاتی با گردن گرفتن ادوکاتی همین اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. این فیلم شاید یک جایزه های معتبر را بگیرد و این قضیه زندانیانی ما به توسط این فیلم رنگ دیگر بگیرد و یا اینکه حداقل همین محمد علی حیید درباره‌اش، استاد محمد علی حیید، اگر درباره‌اش یک فیلم 10 دقیقه‌ای یا که 15 دقیقه‌ای تهیه کنند، یگان جاشون کم نمی‌شود. از این زیادتر مبلغ‌ها را در جاهای صرف میکنن که اگر در اینجا خرج کنن شاید 10 برابر بهتر و خوبتر باشد. خب تشکر برادر عزیز. حالا یک سوال دیگر اگر راضی باشید من به شما دادنی هستم. بفرمایید، من هم زیاد وقت ندارم، میخوام رخصت. اگر واقف باشید، سید محی الدین دوست محمدیان، یک فعال مدنی، در شبکه فیسبوکیش ضمن یک مطلب درباره زندانیان سیاسی گفته که برای آگاهان آزاد کردن زندانیان سیاسی دیگر مسئله سیاسی نیست بلکه بشری و اخلاقی است. پس صلاح است که هر تن از ما آزادی آنها را طلب کند. هر تن از ما آزادی آنها را طلب کند. ببینید همینجا دوست محمدیان پرسیده است که آیا موافقید که طلب آزادی زندانیان سیاسی مسئله سیاسی نیست بلکه بشری و اخلاقی است؟ و اگر این طور نباشد گفته است حالا در دوامش بیایید به دفاع آنها پردازیم. و شخصا شما خودتان که یکی از فعالان جامعه مدنی هستید، روزنامه‌نگار هستید و هم به خاطر آشکارگویی هایتان در تاجیکستان گریزه پناهنده شده اید. اگر در تاجیکستان میبینید شاید اینجا این وقت در قطار همان زندانیان سیاسی میبودید. اونه که مثل دلیر شریفوف یک بار زندان در آمده میبرامدید شاید. حالا شما شخصا خودتان برای با همصدایی به همین گفته سید محی الدین دوست محمدیان چی
کارهای را همچنین یک فعال جامعه شهروندی برای آزادی زندانیان سیاسی پیاده میکنید؟ من تا این دم کارهای مشخصی انجام ندادم و کارهای مشخصی، یعنی درباره کسی اونها چیزی مشخصی و یا اینکه مطلب مشخصی شاید که در گذشته تهیه کرده باشم، اما این اواخر مطالب مشخصی و یا اینکه کارهای مشخصی انجام ندادم. اما در برابر و یا اینکه بله، در برابر هیچگاه هم خیلی از این زندانیان رو که میشناسم و تا جای نان و نمک خورده هم هستیم، چه از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشند و یا اینکه چی دیگر عزیزانی ما که زندانی شدن مثل بزرگ مهریار و دیگر بزرگواران، من این عزیزان رو هیچگاه فراموش نمیکنم. اما در برابر میخواهم که حداقل فرزندان و یا اینکه نزدیکان اونها و یا اینکه کسایی که از پشت این بزرگواران و یا اینکه از سایه این بزرگواران خیلی هم سایه خودشون بزرگتر به نمایش میگذارند، اینها باید کارهای انجام بدهند که تا دیگران تشویق شوند. یعنی تا اگر این عزیزانی که زمان در پهلوشان بودن و یا اینکه زمان نمکخوار یک جایه بودن و یا اینکه یک جایه کار میکردن، فعالیت داشتن، نمیدونم از یکدیگر خیلی هم از وجود یکدیگر خیلی هم فایده میگرفتن، چی فایده معنوی باشد چی فایده مادی باشد. اما وقتی که اینها کمکاری میکنن، اینها اونها را به گوشه فراموشی تقریبا سپردند، این معنای اون را دارد که دیگران هم به طرز روز تا روز خودشون را از این قضیه کنار بگیرند. یعنی گفتنی هم که وقتی که نزدیکان و پیوندان و یا اینکه همگروهان ایشان اونقدر به آنها توجه نمیکنند که دقت دیگران جلب شود و یا اینکه انگیزه دیگران را بیدار کند و یا اینکه انگیزه من ژورنالیست و یا اینکه دیگر کسانی که قلم به دست هستند انگیزه اونها را بیدار کند، دیگران هم از خودشان مراغ ظاهر نمیکنند. به همین خاطر هر وقتی که اگر این روند شود که اگر طور پیشتر ذکر کردم، اگر فرض کردیم تهیه برای درباره محمد علی حید و یا اینکه درباره سید عمر حسینی و یا اینکه درباره استاد زبیدالله رازق و یا اینکه درباره بزرگ مهریار، اگر اینها یک اعلام تهیه فیلم کنن، من شاید که یکی از اون کسایی باشم که بگم که من هم برای فیلم نامه نویسی درباره اینها آماده هم که وقت گذارم. چون که تهیه فیلم نامه خرج میخواهد و هر کسی که به اندازه توانش فرض کردیم، من توانی نوشته ندارم اما توانی تدوین و تألیف فیلم رو ندارم. حالا اگر از این بزرگوارا 10 نفر یک جا شدن بگن که ما آماده ایم، که یک تاش بگه من آماده ایم که این کار را انجام کنم، یک دیگرش گوید که این کار را انجام تیم، من هم در برابر شاید گویم که من هم آماده ام که با قلم برای این عزیزان خدمت کنم و یا اینکه در این راه منم وقت بذارم. سلامت باشید برادر عزیز. خدا نگهدارتون. سلامت و سربلند باشید. با اجازت من خارج میشم. تشکر به شما. حالا 2 نفر نو بودن اینجا، کماندر غلام و برادر عبدالشکور. حالا اینجا از ما برادر فتح الدین عثمانزاده خواهش کرده ایستادند که بعضی از گفتنی های دارند که بگویند، چون همان بطری تلفنشان در حال تمام شدن است. برادر فتح الدین بفرمایید. حالا ما شما را گوش بکنیم. چی ملاحظه های در این باره دارید؟ باشه، سلامت، تشکر زیاد. با عرض معذرت شوکت مناسی با بعضی کارها در خارج موندم و ذریعه تلفنم از صبح دیگه چی نکردم، پر نکردم، کمی کم مونده است. به همین خاطر خواستم یک دو نکته را یادآور شوم و به همین دیگه برادران نوبت را بدهید. راستی اون چیزی که اینجا برادرها همه قید کردن همشون قبول است. هر چیزی که هر انتقاد، هر کمبودی که در این باره، درباره زندانیای سیاسی، درباره از اکای محمد علی شروع کرده، اکای سید عمر تا
پایان‌ترین زندانی بیگناه ما هر انتقاد می شود، هر کم کاری می شود درباره اینها با چشم ما قبول میکنیم و ما نمیگیم که همه کار ما به طور باید شاید انجام داده ایستادیم یا که انجام دادیم، ولی تا قدری هم امکان هر امکانیت و چون که شما میدونید امکانیت های ما در این کشورهای اروپا محدود هستند و تا همون جایی که مقصد امکانیت داریم و ظرفیت داریم مسئولیت ها را الحمدلله انجام داده ایستادیم. و یک نکته از همه مهم همین است که شوکت و به تمام برادران برسانم که همین اکثر همین کاری که دوباره راه اندازی شد در همین اروپا 90% یا به شکل اکثرش به خاطر همین زندانی‌های سیاسی راه اندازی شدگی است و به خاطر همینها همین کار و فعالیت انجام شده است. و دیگه ما در مقابل یک حکومت قرار داریم که شوکت باید برادران فراموش نکنن که این حکومت به یگان ارزش قائل نیست، یگان ارزش نه بین المللی، نه اخلاقی، نه انسانی، به یگان ارزش قائل نیست. در برابر این حکومت خط علم کردن و مبارزه بردن در این شب روز یک صحبت یا یک لایک و یک کامنت کردن خودش میدونید که به همگان معلوم است که چی پیامد چی ارزش ها دارد. یعنی همین خودش در بعضی حالت ها خیلی کاری دشوار هم هست که انسان ها زندانی شدگی هستند برای این کارا، ولی اون یک نقطه نظرهایی که خیلی بعضی دوستان بعضی برادران گله میکنند یا که انتقاد میکنند ما قبول داریم اونها را و اونم شاید که اون همون نظر اونها هست و نمی شود که همه کار را از شبکه‌های اجتماعی یا که اون چیزی که در فیسبوک انجام می شود از اون بها بدهی، چون که کارهای هست و فراتر از اون و بالای او کار شده است و بعضی اشاره هم شد که کار با خود نفرهای اولی حکومت انجام شده است که پرونده های اونها باید بررسی شوند و اون یعنی کار از همه بلند یا که کار از همه یعنی سطح در همین سطح بین المللی بود که با یعنی سازمان ملل متحد یعنی بلندترین سازمان حقوقی سطح جهانی است که در اون جدا کار صورت گرفت تا جای الحمدلله و اون هم یک مقصد بیگناهی این برادران ما را اثبات کردن و یعنی توصیه کردن یا که طلب کردن از حکومت تاجیکستان که اینها آزاد شوند. ببینید چند روز پیش سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز از تاجیکستان عوفی روزنامه‌نگار عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سردبیر نشریه نجات حکمت الله سیف الله زاده را طلب کرده است تاجیکستان. در معلومات پیشنهاد کردن به سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان سهمی داشت؟ بله، در همه حالت ها اکثرا پرسیده می شوند برادران به طور انفرادی به طور شاید از هر یک مسئول چی می گیرند معلومات می گیرند تماس می گیرند و متناسباً در همین باره که سیف الله زاده در یک نشستی با فکرم نشستی روسیه یک دو هفته پیش نشست آنلاینی صورت گرفته بود درباره استقلالیت فکر میکنم. اونجا یکی از همین نفرانی که در همین سازمان ها چی میکردن پرسجو شدن در همین باره حتما در این جدا صورت میگیرد مشورت یا که معلومات درخواست میشود همکاری صورت میگیرد با برادران با مسئولین در سطح های گوناگون و در شکل های انفرادی یا که مقصد دست جمعی حتما صورت میگیرد و معلومات و کانتاکت ها یا که مقصد راه هایی که ارتباط برقرار کردن حتما در این باره هست و صورت میگیرد انجام میشود. این بیرون نیست. حتی اون نظری که درباره یک نفر بالای اون پرونده 11 نفر کار کردن این درست که ها یک نفر مسئول جمع آوری بود ولی قریب تقریبا 90% 99% برادران و مسئولین از بیرون تا داخل در این باره همکاری کردگی هستند. این هم باید یادآور شویم. تشکر زیاد به شما. تشکر که در برنامه ما شرکت کردید و سلامت باشید. امیدی برادر شوکت جان و از تمام برادران هم تشکر میکنم برای ابراز اندیشهشون و از خداوند و از تمام و از تنها از مردم و ملت شریف تاجیک من امید دارم که
برای آزادی و رها شدن زندانیان سیاسی و زندانیان بیگناه انشاءالله که حرکت کوشش سعی تلاش باید ما خودمون کنیم و با امید هیچ کس با فکرم باید نباشیم و از خدای منان انشاءالله امید دارم که دور نیست اون روزی که همگان اون برادران ما با سری بلند از زندان ها به آزادی بیایند. الها تشکر. ما رو به خداوند منان میسپارم. کماندر غلام، اینجا ما از شما عذر میپرسیم که خیلی شما را انتظار کردیم. حالا چند پرسش های از این برادرانی که ما به اینجا دعوت کردگی هستیم، از محمد اقبال حسینی، از برادر فیروز حیید، از شهرتی رحمت الله، از عبدالشکور و دیگران چند سوال های اینجا ما آماده کردگی هستیم که از ایشان باید بپرسیم. به هر حال برادری عزیز گرامی کماندر غلام، به برنامه خوش آمدید و لطفاً فکر خودتان رو میگفتید. کماندر غلام هستید اینجا؟ سلام عرض میکنم لالا جان، خوبت سازد حالتان جون جور است اکای شفقت. تشکر به شما. من خواستم سراول همینجا عرض کنم که به کل مردم تاجیک سلام خود را رسانم. از قندوز هستم و میخواستم عرض بیان نمایم که وضعیت کنونی افغانستان و کل مردم شریف افغانستان خیلی در حالت بد قرار دارد و میخواستم بگویم که اینجا ما همچون برادران شما، همچون دوستان شما، از شما خواهش کمک کردن داریم و خواهش از آن داریم که شما ما را دستگیری کنید تا که ما از این طالبان خونخوار یعنی خلاص شویم تا یک زندگی آرام و آسایشته خود را داشته باشیم. تشکر به شما. حتما انشالله این گفته های شما را به اینابت میگیریم و حتما در پهلویتان هستیم، با همیشه در فکر شما هستیم و همیشه خواهان آن هستیم که این ملت عزیز گرامی و این مردم شرفمند همسایه کشور ما، همزبان ما، همدین ما هرچه زودتر از جنگ نجات یابد و پیشرفت کند. حالا سید نقی‌الدین چرتکوف، شما صحبت کرده بودید؟ هستید اینجا؟ به فکرم از اولین هایی که همین نفر هستم. سید نقی‌الدین، سلام علیکم اکا شوقه. شما صحبت نکرده بودید؟ نه صحبت کرده نیستیم. نفر دیگر بودن. من همی هر چی نفهمیده شدم که همی وقت در تاجیکستان هر روز همی سیامه شوه، مثال یک انسان هم میکشه میره یک سال میشینه بود همو همی سپپل میشوه آزادش میکنن، همو خیلی میشوه با بله. مثلا اکش خواهینی دولت زمین فروش به عوف وارد می شود، زمین ملت را فروخته است، زمین را فروخته است، عوف می شود، یک پارچه زمین کشور را به خطای فروخته است، پرزیدنت میماند. اما نفری که غمخوار ملت بود، به خاطر پیشرفت کشور جانش را فدا میکرد و جانش را در پنجه دستش گرفته فعالیت میبرد، پشت پنجره زندان بدون هیچ جرم است. تشکر به شما برادر عزیز. واقعا سوالتان، این پرسشتان جان دارد. حالا برادر عبدالشکور، این برادر پدر عزیزشان را در زندان از دست دادن. نفری که پدرشان در زندان بدون هیچ جرم اول زندان میشود، یک موسفید 75 ساله بدون هیچ جرم او را میبرند زندانش میکنند و در زندان میکشندش، برآورده به پیوندانش میلیاد. حالا عبدالشکور فرزند مرحوم زندانی سیاسی هستند. حالا بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به شما و به برادرانی که در اینجا حضور دارند و داشتن. خداوند نگهبانشان باشه و سربلند باشن در هر جایی باشن.
بله. من راستی دیگه در این باره در باره زندانیان یگان چیزی مشخصی گفتنی نیستم، ولی از زمین وقتی که پدر منم در همین گرفتار شده بودن، این رو هر کسی که واقعا در این حالت هست و میبیند این حالت رو، همون شخص میفهمد. من با برادر فیروز حید و با برادر شهرتی رحمت الله و دیگه برادرانی که پدرشون در زندان هستن، به اینو رو میفهمم که اینا خیلی کوشش میکنن و یا درخواست دارن یا که دعا میکنن که هر چیز زودتر پدرشون آزاد شود. ولی شخصی که پدرش با کلونسال هست و مسافید هست، اون شخص تماما دیگه با اون شخص بسیار خیلی مشکلی میاد که یک مسافید باور کنید بعد وفات پدرم من هر وقت در یاد بودم، در فکرم می اومد که واقعا چگونه این مسافید رو، یا که حالتایی که میشد ما با پدرم نماز میخوندیم، در نماز در قبط هم دیگر میستودیم، وقتی من از جایم خسته از سجده سر بلند میکردم میخستم، پدرم تقریبا یک 10 سکند یا که 15 سکند بعد از من و زور میخست، دستاش هم مونده و همون حالتا وقتی در یادم میزد بعد از در زندان غلطیدنش خیلی مشکل بود برای یک انسان که تصور میکرد. حالا که من میدیدم که چگونه پدر من برای نماز از جای خستن به کدام حال و به کدام مشکلی از جایش برمیخست. این را هر کس خودش میداند و تصور کردن خودش و واقعا اگر نزدیک باشد و یا که پدرت باشد خیلی دردی مشکل است و از خداوند امید دارم و دعا میکنم که خداوند هیچ کس را به این زندان ظالمان و زندانی که بیرحمانه است، بیرحم هستند، اینا خداوند هیچ کس را در اونجا گرفتار و در اونجا زندانی نکند، هیچ کس را. آمین. آمین. تشکر زیاد برادر عزیز به شما. حالا برادر فیروزی حید و شهرتی رحمت الله که در یک مراجعت نامه نام شما هم ذکر شده است، مراجعت نامه ارسال می شود به سودی عالی جمهوری تاجیکستان، پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان و به وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان از نام محکوم شدگان مؤسسه یا 3-1 سرریاست اجرای جزای جنایی جمهوری تاجیکستان، عبدالله رازق، حکمت الله سیف الله زاده، فیض محمد علی فیض محمد و جابر رحمت الله رجب. همین خیلی یک مراجعت نامه رسانه‌ای شده بود که اونها بعضی از وضعیت‌های که حالا از مسئولین تکنیکی خواهش میکنم مراجعت نامه رو گذارند. در اون مراجعت نامه بعضی از طلب ها از این مقامات ها کرده میشد. تا کجا شما آگاهی دارید که این به این مراجعت نامه این مقامات هایی که در اینجا ذکرشان رفت جواب گفتند؟ کدامی از این مقامات ها به این مراجعت نامه زندانیان سیاسی جواب گفتند؟ آیا شما یگان معلومات دارید؟ برادر فیروز شما در این باره چی گفتنی هستید؟ راستی این خبر در سایت از دو تیوی صبح امروز نشر شد. تا جایی که من میدانم مقامات به این نامه تا حال پاسخ نداده است. باز اکای شورا یک روشنی میانداختن به این سوال. شورا جان تشکر زیاد اکای شوکت جان و دوستانی که اینجا فکر و اندیشه شون بیان داشتن و در مورد زندانی ها خیلی گفتنی هاشون گفتن. تشکر میکنیم. ببینید دوستان، همین نامه که از طریقی از جانب زندان به دست ما رسید، این نامه اساساً پیش نوشته شده بود پیش از استقلالیت، یعنی پیش از روز استقلالیت و
پیش از زمانی که اعلان شده بود که عوف طلایی می شود و اونها هم به یک طرز زندانی ها که در داخل زندان هستند به یک شکل امیدوار بودن که شاید سالاشون کم میشه، شاید اونها رها میشوند. و اگر توجه کرده باشین در آخرین همون متن نامشون گفته شده است که اگر یعنی همین پرونده های جعلی که از جانبی پروکراتور به پروکراتور گنرالی به سود ارسال شد، اگر از نو تجدید نظر کرده نشود و اونها به خودی رئیس جمهور مراجعت میکنند و به گفتنی های هم دارند. در موردی که مقامات جواب نداد، این دیگر جوابش برای چی جواب نداد؟ به خاطر که نامه پنهانی از زندان برآمد. چون این نامه ها سال گذشته بود و اگر یادم نرفته باشد 2 سال پیش هم بود. شخصا خودی پدری من با یک چونین با همین شکل با همین مضمون شورا جان برادر عزیز، حالا اگر فراموش نکرده باشم پیوندان زندانیان سیاسی نیز یک مراجعت نامه به نشر رسانده بودند. بله در اونجا امضاهای بسیاری از پیوندان سیاسی وجود داشت. با اون مراجعت نامه یگان جواب داده شد یا نشد؟ بله جواب داده شد از جانب پروکرور گنرالی و از جانب خودی امبودسمن که اون هم همرسانی شده بود و مردم و بخصوص خبرنگاران در این مورد اطلاع دارند، میدانند. و یک نامه ایش که و یک نامه در علاهیدگی به خود داخل کشور، یعنی به همون پیوندا بخصوص به همسری حکمت‌الله سیف‌الله زاده پاسخ روانه شده بود. بله یادم هست. خب که اگر یادتون باشد خود همین وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان هم در یکی از همون جمله هاش محبوسان سیاسی گفتن و یک طرز تصدیق هم کردن که واقعا محبوسان سیاسی هستن. حالا که چرا در این نامه‌ای که امروز نشر شد در رسانه ها و واکنش از جانب حکومت نشد و یگان پاسخ هم نشد، گفتم که نامه به طرز پنهانی برآمده است و 2 سال پیش 1 سال پیش از جانب پنهانی برآمده است و مهلت جواب به مراجعت هم حالا تمام نشده است. بله حالا اکنون نو نشر شد. به خاطر ببینید وقتی که نامه برآمد از زندان، ما از چند از پیوندان خودی محبوسان سیاسی، شخصا خودی فرزندان محبوسان سیاسی درخواست کرده بودیم که همین نامه به شکل حضوری به مقامات، به همین در همون نهادهایی که در همین نامه ذکر شده است مراجعت کنند. متاسفانه از روی ترس میترسند و واقعا آنها را باید فهمید و مراجعت نکردند، حضوری نبودند و مجبور شدیم که اون در رسانه ها نشر شود. برای چی من میگم که پیشتر چنین نامه ها بود، نامه ها را از جانب همون زندانبان ها نامه پیدا کرده میشد، با دستی بچه های درکاری برده نمیشد و اون نامه هم نابود میشد، هم تا میرفت. ولی این دفعه نامه پنهانی که برآمد به دست ما رسید و ما اونا هم رسانی کردیم. حالا ببینید برادر عزیز شورا جان، اینجا یک از فرزندان زندانیان سیاسی که شما هستید و مدت این 5 سال هست که در جامعه عموما شما را و عائله شما را یک عائله مبارزین شناختند. از مادرتان تا خودتان تا خواهرتان در مبارزه هستید برای آزادی پدرتان و این مبارزه شما را تمام مردمی تاجیکستان و حتی در جامعه بین المللی مشاهده کردند و ببینید که مبارزه های شما هم در چند حالت ها دیدیم که میوه داد.
حتی در چندین حالت ها شرمنده شرمسار مقامداران تاجیک را برآورد و خیلی هم نتیجه داد. حالا ببینید اگر مثل شما دیگر پیوندان زندانیان سیاسی مثل شما و خواهرتان و مادرتان این گونه مبارزه را به قدر توانشان اگر برند، من به این باوری هستم که خیلی از نتیجه های خوب را میدهد. درست و است. حالا در رفت صحبت من وقتی سوال دادم از برادرم دادر عزیزم فیروز جان که تا چه اندازه شما به مبارزه برای آزادی پدرتان از فعالیت هایتان خانه هستید، برای چی من سوال دادم؟ برای آن من دیده ایستادم که یک برادر عزیز گرامی هم به اهل عائله‌اش و همچنین فیروز و دیگر چندی از برادران ما چگونه برای آزادی پدرشان مبارزه برده ایستادند و چگونه این نتیجه داده ایستاده است. اگر ما هر یک نفر اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضوی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پیوندان و عموما دوستان رفیقان، اگر این گونه که عائله شهرت رحمت الله رجب برای آزادی استاد رحمت الله رجب مبارزه میبرند، اگر این گونه ما فعال باشیم، باور کنید خیلی به نتیجه خوب میرسیم. من به این باوری کامل دارم دوستان. برای همین من از دوستانم سوال کردم که تا چه اندازه از فعالیت خود راضی هستند. اما بجای این که مثلا گریم به این سوال من بعضی از جوابهای مشخص داده شود، این دوستان ما از چند گزارش های نتیجه هایی که 2 سال پیش و 3 سال پیش شده است جواب میگویند و در بین این 2 سال 3 سال بعد چی کارهایی به میان آمده است جواب گفتن نمیتوانند. من میدونم، با خبر هستم که چقدر کارهایی به میان آمده است و اینجا حق رسانه‌ای کردن ندارم. اگر آنها که به خود روان ندیدند، من به این باور هستم که آنها این را رسانه‌ای کردن نمیخواهند این نتیجه ها را. اما من به این باور هستم که این کارهای، این فعالیت هایی که برادران عزیز گرامی ما کرده ایستادند و حالا از گفتنش، از رسانه‌ای کردنش خودداری کرده ایستادند، حالا گفتنهایش، حالا ببینید اینجا با گفته امرالله نظام برادر شهرتی رحمت الله هم قسما راضی شدند، برادر محمد اقبال حسینی هم قسما راضی شدند، برادر فیروز حید هم قسما راضی شدند. من به این باورم هستم که قسمی از آن کارها و فعالیت هایی که برای آزادی زندانیان سیاسی شده ایستاده است، قسمیش باید رسانه‌ای شود تا اینکه یک کمی جامعه هم بداند که برای آزادی آنها کار رفته ایستاده است و پیوندان آنها نیز اینقدر ناامید روح افتاده هم نشوند. من از ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان خواهشم این است که در این باره باید با پیوندان زندانیان سیاسی کار برده شود و برای آنها بعضی از معلومات ها، بعضی از گزارش هایی که برای آزادی زندانیان سیاسی شده ایستاده است باید اقلا مخفی هم باشد گزارش داده شود. حالا شورا جان یک زنگ از واتساپ آمده است، باز من اینجا به شما سوال دارم، انشالله زنگ رو از واتساپ قبول میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. گوش میکنیم شما را. آزادی به همه زندانیان سیاسی یکم است. دوم استعفا به این حکومت خودکامه. سوم اینکه و گفته همه امرالله نظام بود به فکرم. بله. به یک قسمی گپ همون من راضی نیستم. برای آنکه ژورنالیست گفته این چشم ملت است، ژورنالیست چشم دولت است. اون کس میگوید که فرزنداش مثل من حزب اسلامی دیگه و دیگه باید کار بره، اینجا یکم درجه رول بازی میکنه ژورنالیست. گفتم که اونها چشم ملت، چشم وطن، چشم دیار ما هستن. ما باید
یکم شده صدا بلند کنن سرد متن اینفرماسیون هر روز باید اشتراک کنن. اشاره است از این ژورنالیست‌ها در ما. از من چند تا نامشون هم میدونم که فراموش کردن. تا وقتی همین اینترنت نبود همین روزنامه ها رو من میخوندم. نجات، نگاه، فرج، دیگر همینا همون در گیجو هستن، همش در این خروج هستن. باید اینو همش یک شیده یک مبارزه شدید برن ضد اونو. اون ژورنالیست های که در تلویزیون رادیو تاجیکستان کار میکنه این فکر شخصی من است، همه او رو من خواهی حساب میکنم. ممکن بعضی با گفتاری من راضی نباشد که جای کار نیست، جای کار نیست پارتی هم وقتی که یگان کس کار نکرد در اون شبکه ها رادیو تلویزیون تاجیکستان و یگان گپ کار میشود. من کمبودی اساسی ما همین است. بله اینجا باید همین ژورنالیست ها باید مبارزه را سخت برن. برای او گفتن که چشمی ما هستن. غیرش من گپ رو در روز نمیکنم، نوبت رو با دیگران میتیم. سلامت باشید. رحمت کلان. حالا برادر عزیز گرامی ما بابای سید اسحاق که شما عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستید و چندی از پیوندان شما هم عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند و به خاطر عضو بودنشان شکنجه و زیر فشارها میمانند و اینجا چندی از دوستان ما گفته ایستادند که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به طور نظررس نیست. شما به این چه فکر دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصرین و معین. با عرض ادب و سلام و احترام به تمام مشاهده کنندگان محترم و به شما مجری خوب و توانا که همیشه در همه برنامه‌های خوب و مفیدتون مردم را آگاه میکنید از وضعیت‌های همه حالت‌های مردم عزیز تاجیکستان. و اما کسانی که اینجا آمدن تعریف کردند و یا اینکه انتقاد کردند، واقعا همه اونها رو باید درک کنیم. برای تعریف کرده هایشون بسیار تشکر و برای انتقاد کرده هاشون برادر امرالله نظام هم که باشد یک ژورنالیستی ورزیده و ژورنالیستی مستقل و آزاداندیش هستند. واقعا جای انتقادشون هم جا دارند، ولی یک چیز رو ما میخواهم بیان کنم که واقعا برای اثبات نمودن زندانیانمون برای سازمان ها بخصوص با سازمان ملل متحد ما باید پرونده تشکیل کنیم و از خانواده های اونها امضا جمع آوری کنیم که همین راه هم صد راه همین هم بازم حکومت رحمانوف شد. من میخوام بگم که اینجا مانع اساسی خود همون مقامات قدرتی رحمانوف است، چون که اگر ما درخواست کردیم از خانواده بعضی از زندانی‌ها با همین هم راضی نشدن یک امضا کنند، چون که همیشه مثلا اکثریتشون من خودم در تماس بودم که باید ما یک دیلای جنایی بر ضد حکومت رحمانوف بکشیم و سازمان ملل روان کنیم. اینجا امضا یکی از اعضای خانواده شما لازم است. اکثر اونها میگفتن که بیا اگر حالا نصیبش بوده زندانی شده ما رو در اینجا دیگه غم نتید، اینجا باز ما رو زیر فشار مشکل قرار میدهد. یک دوما حالا بسیار انتقاد شدید کنن اگر دوما این که این خانواده ها راضی نمیشون برای امضا کردن، برای تایید نمودن اینکه پدر یا برادر یا که یک خویش نزدیکشون در زندان هستن، برای با این راضی هم نمیشون. سازمان ملل و یا دیگر سازمان ها از ما میگوید با ما میگن که شما از زندانیاتون سوء استفاده میکنین، همینا مشکل سیاسی شاید که ندارن. حالا همه اینا میبینن، شاید که سازمان ملل خودش هم از یک طرف میبرد و از طرف دیگر هم میدوزد. این رو باید آشکار نترسیده بگوییم. دو سوم، اگر اون قدر از انتقاد شدید کنیم، ما دیدیم که چگونه بر سر مردم مظلوم مسلمان اویغور چی ظلم ها وارد شد، بعد چگونه لگرهای وحشیانه اونها رو بردن، چگونه غذاهایی که مسلمان نباید بخورن اونها رو بازور خوراندن، اونها رو لخت کردن، چی شکنجه ها کردن. همه این رو شبکه تلویزیونی BBC مستند کرد. این رو سازمان ملل دید، تمامی جامعه جهانی مشاهده کرد. برای این حال از شما سوال میکنم کار کردن یا نه؟ نه. مثلا ما یک مستند بسازیم تا چه اندازه فایده میکنه مثال. بنابراین کسی نیست که دلش به زندانیان نسوزد و کار و فعالیتی نداشته باشد. من این رو صراحتا میگویم. خودی من تو یک وجبی زندانیان رفتم، من رو هم گرفته بودن، همین حکومت رژیم غاصب خودکامه من رو هم زندانی کرده بود. از خودی من $30,000
از پیوندان من گرفت، من رو رها کرد. حالا من میدونم که بر بالای زندانیا چی بلا آورده ایستادن، چون اون بلاها رو به سر من آورده بودن، چگونه من رو با قوای برق گذاشته بودن، چگونه در صورت من بلگد میزدن. هر کدوم رو میدونم، میتونم اسمش رو ببرم کی من رو با قوای برق گذاشت، کی از من سوال کرد، در حالی که در روی من ماسک کشیده بودن. ولی برای یک عدل دیگر، برای یک شعبه دیگر وقتی من رو میبردن، اونش این شعبه ها رو همش رو میفروخت. میگفت که تو رو فلانی سوال بارون کرد، تو رو فلانی در صورتت با لگد زد، تو رو فلانی در قوای برق گذاشت. اسم همه اینها رو من میدونم یک تا. حالا اگر واقعا اگر با نگاه عمیق بنگریم، همین اویغورها برای ما یک درسی چی است، ولی ما هیچ وقت مبارزه خودمون رو چیز سست و از دست نمیدیم، ناامید نیستیم از درگاه خداوند. با امید دیگران نباید باشیم. بله، به امید حتی سازمان ملل هم نباید باشیم، بر قدرت های اینها نباید باشیم. باید بله. هیچ کس دلش با استاد محمد علی حیید و با استاد سید عمر حسینی اینو نمیسته. من خودم تو وقتی که در تاجیکستان بودم پافشاری کردم از تاجیکستان بیرون نروم. سال 2019 وقتی که من بیرون می اومدم، من 2019 اومدم از تاجیکستان. در 2015 آخرش وقتی که زندانی رو دستگیر کردم، من از نزد خانه استاد سید عمر حسینی رد میشدم، دیدم که چگونه مردم رو با اتوبوس آوردن برای تظاهرات بر ضد اونها نمیدونن که سید عمر حسینی کی است. مثلا این هم یکی از دروغ‌های بافته هم خود حکومت است. اومدم اونجا، من از اونجا از داخل ماشینم رسم گرفته بودم، با کسی روان کرده بودم تو اینکه در شبکه‌های اجتماعی بیان پهن کنن. من همه اینا رو آگاهم. من میدونم که شکنجه و ظلم حکومت رحمان رو هیچ حد و کنار ندارد برای زندانیان سیاسی، برای کسانی که این سیاست‌های ناخیرتمندانه رحمان رو قبول ندارن. من شاهدم. من میدونم که شخصی را از زندان با همراهی استاد محمد علی حیید برده بودن، من از زیر زبانش کشیدم، گفت با من نقل کرد، آشکار قسم خورد که او را برده برابر نه پرسان، نه یک سوالش حتی سوال نکرده، اون را چنان لط و کوب کردن که یک نفر وحشی رو آوردن، او رو وقتی لد میکرد 1 ساعت 2 ساعت رو لد میکرد، میگه خودش خسته نمیشد مودمی که اون رو ضربه میزد. این رو قسم خورد با اشک چشمان گریان این حرفا رو به من زد و این رو امانت به من داد. حالا من اسم رو نمیبرم. اگر بخوایم تک تک بگوییم این گونه ظلم و ستم‌هایی که بر اینا وارد کردن، خصوصا همین استاد محمد علی حیید رو نمیدونم چی کینه و قدرتی با او داشت این حکومت ظالم که این گونه بلاها رو به سرش آورد. سال 2005 وقتی نامزدیش استاد محمد علی حیید در ناحیه رودکی و ارزاب فکر کنم مونده بود، حتی سر و صداها برآمد که محمد علی حیید رو اقلا نگذارین، مراجعه کرده بودن به نهضت که همین رو اقلا نگذارین، ایشون یک رادیکال هستن، نمیدونم چی اینو خطاب میکردن، چون که همیشه در همون واخوری انتخاباتیشون این رو بیان ادراز داشته بود که من اگر موفق شوم به پارلمان راه بیابم، از شما کسانی که قصرهای با حشمت در ورزاب ساختید، در دهه‌های خود ساختید، از شما این سوال رو میکنم، این شما رو درخواست میکنم، با محکمه میکشم که این پول رو از کجا شما آوردید. همه اینها رو من شاهدم. دوم اینکه رژیم نگذاشت برای همین زندانیان مظلوم وکیل مدافع بگیریم. 2 تا از وکیلای مدافع را از کشور ترکیه، این هم همین سعی و کوشش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حال میگن که هیچ کار نکردن. همون 2 وکیل را از خارجه فرستادن تا اینکه اونها را نتوانن به زندان ببرن. اونها را مقامات دیدن، 2 روز مهلت دادن به اونها. در صورت خارج نشدنتون از تاجیکستان پرونده جنایی بر شما باز میکنیم و شما را همچون تروریسم در اینجا به محکمه میکشیم. اون بیچاره بنده خدا هم دیدن که تو این حد ظلم در دوران نمیدونم فرعون ها هم نبود، این ها از این هم ترسیدن، اون بیچاره رفتن. حالا همه ما آگاهیم که بر سر وکیل مشهور ما بزرگمهر یاروف چی بلا رو به سر آوردن. و اما سیوم اجبارا اعتراف کشیدن از زندانیان سیاسی که نزد دوربین حاضر شوند، اعترافات دروغین بگویند. حتی خود شخصی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محی الدین کبیر را دشنام بدهند و خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کسانی که در همین راه فریفته خوردن به قول اونها. این یکش این بود. حالا من اینجا ببخشید بعضی ها رو اسمش آشکار میگیرم چون که با سادگی خودشون رو فروختن. همه ما این رو میدونیم و حتی اون رو فرستاده بودن به شهر ورشو و بر کنفرانس صحه.
ایشان رو بردن. حالا بیا اسمشون رو بگیرم. همون داملو ایومدین رو بردن به نزد زندانیا. همون شب روزی که من از تاجیکستان بیرون می اومدم اولای سال 2019 بود، خدا وکیلی من یادم هست این رو. اون رو بردن زندان پیش زندانیان سیاسی. استاد مولوی محمد علی فیض محمد به ایشان گفت رفت که اونها رو متقاعد کنه تا اینکه نزد دوربین حاضر شوند و بگویند که ما تروریست بودیم و ما اکستریمیست بودیم و نمیدونم حزب نظر این بود و استاد کبیری این بود، همین حرفای ناسزا رو بگوید. ولی استاد مولوی محمد علی فیض محمد به ایشان گفت که تو اگر وجدان و انسان داشته باشی بیا نزد ما یک تعهد کن، با تمام مقدسات سوگند یاد کن که ما اگر اینجا اعتراف کنیم همین حرفا رو بزنیم، ولی اگر همین حرفا رو بگیم نزد خداوند یک دلیل داریم، همین حرفا رو بزنیم تو تعهد میدهی که ما رو آزاد میکنن. بعد از این داملو ایومدین هم برگشته با ایشان گفته است که من هیچ تعهدی داده نمیتونم. خیر گفته از این خیل باشد خرد رو بکش از اینجا برو، چرا آمدی برای ما تو پافشاری میکنی؟ این دو. سیوم برای داملو اسلام دین فیض علی هم که در سالهای گذشته اون رو زندانی کردن، یادتون باشد اگر اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اون رو هم بردن تو همین مدت اون رو چیزی نگفته بودن، اون رو از خانه‌اش بیرون نمیبر اومد بدون کار و فعالیت بود. اون رو بردن زندان، گفتن با خوبی اول که همین ما یک لیست آماده میکنیم، همین رو میخونین از دوربین شما رو جواب میدیم. وقتی همسرش رفت با ایشون ملاقات کرد، یکی از نزدیکان خانواده‌اش ما با تماس بودن با نزدیکان خانواده ایشون، گفت که وقتی همسرش رفت گفتن که ببین سپارش برای تو از بالا است، تو یک آدمی هستی که ما تو رو احترام میگذاریم، فقط همین ها رو میگویی میروی. گفت که اگر من رو هم با دار بیاویزنید نمیدونم چندین بار من رو با آتش بکشونید، من این با این خواهش‌های شما هیچ وقت جواب نمیگویم. اصلا ما رو خداوند شاید به خاطر همین بیدار کردن مردم جهت مبارزه برای ظلم خلق کرده است. من این حرفا رو هیچ متقاعد چیز نمیکنم با اونها، این رو خودش به همسرشون گفته است. و خود من رو هم در روز سوم یا چهارم مرگ مادرم بود بردن با همراهی برادرم با یوفیونوس از شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی شعبه ناحیه رودکی، نامش در یادم هست حتی، ایشان برده بود و قول تاجیکان زبان گاو برای نویسونده بود، آورد پیش من که همین ها رو میخونی جواب میدیم. نمیدونم برادر من بابای عبدالستار خوین ملت محیدین کبیری نمیچی اعضایش که در اونجا محکم همینا اعضای تروریستی و اکستریمیتی و فلان و بهمدان همین ها رو میگوین. من گفتم اول با خوبی گفتن، بعد دیدن که نمیشه با خشونت و با چیز گفتم اگر سرم رو که ببرید والا من دیگه یک بار با دنیا اومدم یک بار از دنیا میروم، در نصیبم چیزی باشد. تو حد الامکان خواستم نروم از تاجیکستان بیرون نبرایم، ولی تو درجه ما رو بردن، نه کمیته امنیت گذاشت ما، نه اوباپش گذاشت خودی همین شادی حفیظ‌زاده، نه شعبه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، همه اینا هر روزی نبود که با ما زنگ نزنن، میرفتن ما را پیدا نمیکردن، برادران رو میگرفتن میبردن و اون یک تا هست از اونجا بسیار فعال است برای مبارزه با ضد مخالفان، چی بود اسمش شرک میگن و یا آیت الله گلیف زنگ میزدن در 2 دقیقه اونجا حاضر میشد، نمیدونم مثل اینکه گویا که در گرد همونجا میچرخید، می اومد برآمد میکرد، با برادر من برآمد کرد، بردن اون رو با همراهی برادر من سر منزل مادرم از اونجا برآمد کردن. همین گونه فشارها و تهدیدات تا وقتی که ما بودیم در تاجیکستان همه اینها بود. بسیار خوب. حالا آقای محمد سعید رضایی عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از توسط واتساپ وارد شدن، به ایشان سخن میدهیم. چندی از پرسیدنی ها هست، از ایشان میپرسیم. خوش آمدید، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. براستی که خیلی هم از این برنامه شما و از پیام تیوی مخصوصا از خودش مشاهره جان شوکت جان خیلی خرسند شدم، چون که از ابتدای همین برنامه تا به حال من کوشش دارم یک عضو ارشدی بگم که حزب ریاست نمیتونم داخل شده، از اینکه مداخله زیاد است و تلفنات هم خیلی هم بند است. این مایه خرسندی ما هست. موفق باشید، سربلند باشید، همه دستان در کورونی که در اینجا هستند.
معذرت از شما که و نتوانستیم به این زودی شما را قبول کرده باشیم. صدای من میآید؟ نفهمیدم. میآید، صدایتان هست. خب نه، این برای معذرت خواهی نیست. این من گفتم که مایه خرسندی من است که میبینم چه خیل در این برنامه خوب تلاش دارن و البته هم موضوع هم خیلی موضوع خوب است. امروز هم روز محبوسان سیاسی است. محبوسان سیاسی که از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این روز را خوب به زندانیان سیاسی منصوب دانستند و از همه برادران و از همه کسانی که در زندان هستند و نزدیکانش که بیرون هستند در اینجا برادرهایی که من دیدم صحبت کردن، هم دردی خدمت، هم دلی ما و دوری اونها را در همچون معنوی برای خودم احساس میکنم و هم دردی ما تقدیم میدارم. واقعا موضوع خوب در روز خوب هم این کار را گرفتید. البته من از ابتدا مشاهده کردم خیلی هم موضوع های کلی. من در عموم باید بگویم شوکت جان، برادرهایی که انتقاد کردن یا که نقد گرفتن و برادرهایی که همچون دفاع از بعضی سخنها را گفتن، همه اونها در تلاش این هستند که یک کار در این سمت شده است یا نشده است. خب از همه مهمتر علاقمندی همین برادرها است. مثلا برادر امرالله نظام که وقتی نوشتن خودی همین دولت برون میکند که علاقه به محبوسین دارد که این چیز را نوشتن. خب ما انسان هستیم، خب از یاد میرود، خود دیرتر بعضی ها وارد میشوند. این دیگر هیچ جایی چی ندارد. بنابر همین هم نقدها و هم کسایی که مداخله کردن اینجا از کارهایی که شدن یا داروری کردن، همه اونها قدردانی کردن لازم است. اما من نقطه نظر خودم را میخواهم در اینجا بگویم. من گفتنی هستم که بیشتر اگر از گزارش دادن ما چه کار باید بکنیم این بعد برادرها تقدیم بکنیم، این بهتر و خوبتر است. اون کاری را که ما انجام دادیم تا این وقت، ثمره اونها از به کجاهایی که دادیم ثمره های اونها معلوم شد و برادران ما، هموطنان ما از اونها آگاه هستند. ما بیشتر بالای از گزارش دادن بیشتر بالای چه کارها را بکنیم. بنابر همین حالا من نقدی را که برادر امرالله کردن، خب من میتونم بگم که کاملا با او طرفدارم، هیچ جای ضدیت ندارم با اون. مثلا در سیاست، اصلا سیاست یک قسمتش ریایی هم هست. هر کاری که کرده می شود باید نشان داده شود. طبق حدیث پیغمبر در سنت پیغمبر هم هست، وقتی که شما یک کاری که اذا عمل احدكم عملا هل يتقنه او كما قال رسول صلی الله علیه و سلم، یکی از شما یک کاری را کردید باید اون در او اتقان کنید، یعنی نشان بدهید که ما همین کار را کردیم. هیچ یگان جای ریا، جای چیز نداره، مخصوصا این در سیاست. چرا نمیکند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان؟ شاید این تاکتیکی باشد. نفهمیدم. چرا اتقان نمیکند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا جای رسیده که فرزندان و پیوندان زندانیان سیاسی از آن نگرانند که ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای آزادی زندانیان سیاسی کاری نمیکند؟ تشکر. من به همین نقطه اشاره کردنی هستم. حالا من یک نظری هم در اونجا نوشته بودم که شما بعضی سخنهای فیروز جان را قطع نکنید، بگذارید که سخن بکنن. اگر در همون کامنت ها نگاه کرده باشید، منظورم همین بود که اول به همین حالا جواب بدم که یعنی این زندانی های سیاسی را محصور به خانواده های اونها نکنیم. این زندانی های سیاسی زندانی های در عموم تمامی تاجیکستان هستند. برای آبادی تاجیکستان اونها تلاش داشتند و به صورت خصوص برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اونها قدر دارن. اونها باید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اونها دفاع بکند، در حمایه اونها باشد. خب بنابر همین محصول به خانواده های اونها نکنیم. برای همین من گفتم که آنچه را که امرالله نظام گفتند با اون من مخالفت نمیکنم. یعنی باید امروز روزی خب مخصوصا به زندانی ها که مربوط بود
یک برنامه وسیع، حتی یک آنلاینی هم یک نشستی می داشتیم. خب سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا شما در سخنرانی تو گفتید که در یک جلسه به همین کار باشن، یعنی خوبتر می شود که همین را ریایی کنیم، همین را نشان بدیم. اگر در جلسه هم هستن این را باید نشان بدیم. حالا بعضی برادرها امرالله نظام گفتن که ما یک خب مستند و یا اینکه یک تاریخ از اونها را بکنیم، و بعضی برادرها در اینجا شنیدم که گفتن که مستند برای ما چه فایده دارد، سازمان ملل یا دیگرش یا اویگورهایی که هستن مشکلات اونها را حل کردن. نه، ما این رو برای اون سازمان ملل دیگر جا نمیکنیم، بلکه برای خودمون میکنیم، برای ملتمون میکنیم، برای تاریخمون میکنیم. که بسیار خوب استاد ببینید. حالا من حالا باشد نقطه نظرم که چگونه من با امرالله نظام موافق هستم در این که باید که از در این روز یک برنامه گرفته میشد. اونجا یک نقطه که اشاره کردن که مثلا سران نهضت در سفر هستند و شما نظر بکنید، خب این هم یک چیز پوشیده نیست. این سفر کردن از یک منطقه به یک منطقه دیگر رفتن بر اساس مسئولیت یا دیگر، این هم یگان جای انتقاد ندارد برای امرالله نظام. یک انسان میتواند که در سفر باشد. مثلا حالا ما سخنهای رئیس کمیته شهروندی را دیدیم، برادر ایشان عبدالستار را دیدیم، بابایف را که اون با مسئولیت خودش رفت اشتراک کرد در آلمان در یکی از سودهایی که برای یکی از مهاجران میشه و حالا رفته با کار به فرانسه رفته است. از اونجا هم میتواند که این کار را بکند. امروز این علاقه ها و این سیستمی که امروز هست همه کار را نزدیک کرده است و ممکن فقط برای ما لازم است که یک کار را برنامه بگیریم و سیستمی بگیریم و حالا که این برنامه درباره زندانی‌ها هست و شخصیت های کلیدی در اینجا یک اعلامیه می‌داشتن یا یک سخن یا یک همدردی، این بهتر و خوبتر میشد. با وجود که این هست، من باوری دارم که این چیزها هستن، اما ما در رسانیدن همون، در تلاش کردن و خود رو در همین کار شریک کردن کمی کمبودی داریم تا حال. بسیار خوب استاد، اینجا ببینید بعضی چیزهایی هست که اینجا اگر ما آنها رو بررسی نکنیم شاید همین سوال در ذهن جامعه باقی بماند و بی جواب بماند. بیایید اینجا بگذار جامعه ما بدانند که امروز را خودی هم مبتکری همین روز را روزی زندانیان سیاسی اعلان کردن هم خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. بله، رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. حالا اینجا شکایت ها به میان آمدند که یک نفر پیوند زندانی سیاسی وقتی که از خوابش میخیزد به شبکه های اجتماعی به رسانه ها نگاه میکند، در روز زندانیان سیاسی که روز زندانیان سیاسی اعلان شده است به جز یک بیانیه دیگر هیچ چیز رو نمیبیند. به یک بیانیه از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تمام و سلام، دیگر هیچ چیز دیده نمیشود. در اونجا نه محمد سعید رضایی وجود دارد، در اونجا نه سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وجود دارد، نه یگان فکر و اندیشه های رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره زندانیان سیاسی در روز زندانیان سیاسی وجود دارد. چرا این چنین شده؟ این سوال از جانب یک پیوند زندانی سیاسی به میان آمد و در ذهن جامعه هم این سوال وجود دارد. وقتی که همه به شبکه‌های اجتماعی وارد میشوند و همه جا خالی است و گویا که یک چنین روزی رو اعلان کرده بودند و فراموش کردند و یک چنین روزی نیست. چرا چنین شده؟ بله، من هم به اون کسایی که این سوال را مطرح میکنن واقعا هم در ذهنیت هموطنهای ما و بینندگان این چیز می رود، مخصوصا در ذهنی نزدیکانی همین محبوسین این چیز پیش از همه مثلا که خطور میکند و این حق را ما باید برای اونها بدیم. برای همین گفتم که ما باید که در این روز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک برنامه مشخصی را، حالا همین برنامه شما برنامه خوبی است که فکر میکنم یک گوشه از اون سوالها را مثلا جواب میگوید، اما یک چیز باید باشد. برای همین هم وقتی که من اولین باره که من همین اعلام را دیدم در اونجا نظر خودم را یک تفسیره بالای او گذاشتم و اون را پخش کردم و به همه جایهایی که مثال لازم بود و مرا میشناختند و با من علاقه داشتند با اونها در تماس شدم. در واقع ما برای مثلا کشوری که او آزاداندیش نداشته باشد یا یک مخالف سیاسی نداشته باشد، اون کشور هم نیست. اون حکومتی که یک آزاداندیش را حبس میکند، زندان میکند یا اینکه به حبس میگیرد یا
که یک سیاسی خود را مثلا با بدترین حکم جزا میدهد، اون کشور هم آینده ندارد و ننگ است برای خیلی حکومت داری. اما برای زندانیان ما که برای آزادی اندیش، برای آزادی سیاسی خودشون همچون مخالف بر روندی مثلا مخالف بر منافع کشور ما اونها زندان شدن، برای اونها یک شرف است، برای اونها یک ناموس است، برای اونها یک عزت است و برای ما یک فخر است که چنین یک برادرهای داریم در این راه رفتن. البته ما که خرسند نیستیم که اونها زندانی هستند، لیکن باید که به این فکر و اندیشه کسانی که چنین فکر میکنن ما هم حق بدهیم. و گفتم که برنامه ها هست اما متاسفانه یعنی خود تأخیر میشوند، خوبه که از اعلامی خفا میمانند. بنابر همین این سوال ها را، این گمان ها را در ذهنی هموطنان ما مخصوصا نزدیکان محبوسین ما بیشتر میکنند. برای همین من به شما یک سوال دیگر دارم، همچون عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. حالا ببینید در بیانیه امروزه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی پهن کرد، در آن گفته می شود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن یک بیانیه‌اش گفت که این حزب تمام سعی و کوشش تلاش خود را برای آزاد گردیدن تمام زندانیان سیاسی انجام خواهد داد و باور دارد که فشارها بر رژیم امام علی رحمان در این مورد از طرف جامعه شهروندی و جامعه جهانی افزایش خواهد یافت. اکنون می گفتید که با چی دلیل و پیش بینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این باور را دارد که فشارها بر رژیم امام علی رحمان افزایش خواهد یافت؟ که شوکت جان اگر اجازت باشد بیانیه نو صادر شدگی نیست، این بیانیه کهنه سال 2020 است. بله. خب بله، من با برادر فیروز من هم فکرم، اما اگر چندی هم که کهنه باشد، من حالا در این سوال هایی که بیشتری سوال ها وارد شدن برای امروز محمود فیض رحمان بازرسانی کردن، یعنی همین بیانیه که امسال بود، یعنی این همون گپ گفتنی گپ است. بله، حالا باشد که من به همین اشاره کنم به سوال شما. من چی گفتنیم؟ خب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سوالهایی را که وارد کردن برادرها که یعنی خب با کدام اسلوب میتواند که مبارزه‌اش پیش برد، چگونه میتواند که محبوسین را کمک کنه تا که از زندان آزاد بشود. البته این اولا که با باوری که ما داریم و این که اونها بیگناه حبس شدن، یک تا دوم با ملت موکی اونها حقیقت را میفهمند و این خلافکاری ها و این تهمت هایی که از طرف حکومت امروزه رحمانوف یا حکومت امروزه تاجیکستان بر علیه آزاد اندیشان و مخصوصا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدن، اینها افشا میشوند و از طرف دیگر ما نهضت اسلامی تاجیکستان امروز مبارزه یکمین چیزی که اولین چیزی که باید انجام بدهد این است که بیگناهی حزب و افراد او و حقوق شناسانی که به طرفداری او بودن و گرفتار شدن این را اثبات بکند، چی در طرف دفترهای سازمان ملل حقوق بشر و چی برای مردمی خودمون. این است دیگه مبارزه ما که ما همین تهمت ها را، همین ظلم را، همین خیانتکاری های حکومت دارها را در مد اول افشا بکنیم، بعد از اون اثبات بکنیم که یکون حزب هایی که در تاجیکستان هستند، مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کدام مخالف کار نبود، حتی اون کسانی که با بهانه با تهمت بودن در درای رامیت و در دیگر جا کشتن اینها هم یک توکیه از حکومت بودن. وظیفه اساسی ما آشکار کردن و ثابت کنوندن و برای مردمون نشان دادن که همه اینها بازی حکومت و حکومتدارها و کمیته امنیت کشور تاجیکستان به خاطر چی؟ به خاطر ایستادن در کرسی، به خاطر استفاده نادرست بودن از کشورمون است. همین است راهی ثابت کردن و استوار ایستادن ما و برادرهامون از زندان کشیدن، همین است و این انشاءالله بودنی است و به این ما باوری کامل داریم که این میشود. تشکر، سلامت باشید. حالا همگی 10 دقیقه دیگر ما وقت داریم. اینجا
من به برادر شهرتی رحمت الله و فیروز حید گفتم که از شما پرسیدنی خواهی دارم. تشکر به شما استاد گرامی محمد سعید رضایی که در برنامه ما شرکت کردید و امیدوارم در دیگر برنامه‌های ما هم فعال خواهید بود. برادر فیروزی حید و شهرتی رحمت الله، خدا همینجا من از شما یک چیز پرسیدنیم. ببینید چنانه که در رفت برنامه گفتم، اگر یک پیوندت بیمار شود بیشتر از همه تو خودت در جستجوی داری میشوی، بیشتر از همه، تا اینکه دیگران پیوندان دور خویش اقرباها بفهمند بدانند. خویش اقرباهای دور یک بار میبیایند دیدار بینی میکنند میروند با از پی کار خودشان، یا یک نفر دیگر میبیاید یک بار حالت چی است، خوب استی نغز استی میگوید ها خوب نغز میگردد میرود، لیکن پیوند در طور سرش میماند، در فکر دارو میشود، دکتر رو میپرسد این چی درد دارد، این چی دارو باید بیارم، از کجا بیارم، مثلا گریم به کجا سفر کنیم، در کدام طبیب میتواند این رو طبابت کند، به آلمان برم، به استرالیا برم، استرالیا برم، به کجا برم، به روسیه برم. همه این تشویش ها در یک نفری نزدیک بیمار می شود. حالا یعنی همون نفری نزدیک بیمار آگاهتر از همه دیگران است که در فکرش شبهای شب روزها چرخ میزند که چگونه باید اون نفر را از بیماری آزاد کرد. اما یک نفر زندانی هم مثل یک بیماری هست که دایم در فکر اندیشش باید باشیم که آنها باید آزاد شوند. اکنون من از شما ایده گرفتنی هستم، یعنی یک شما میتوانید یک ایده بدهید که چی باید کرد که این زندانیان سیاسی ما آزاد شوند، ما و از آن ایده های شما استفاده کنیم. بفرمایید فیروزی حید، بعد شهرتی رحمت الله. تشکر زیاد برای سوالتون. اولا تا جای من مشاهده کردم همین بخشی حقوقی همین حرکت و حزب ها خوب راه اندازی نشده است. باید بخشی حقوقی خوب راه اندازی شود با ادوکات ها و دیگر سازمان ها بیشتر کار کرده شود. ما نهاییم مثال در همه جا یعنی از 14-15 دلایی که به سازمان ملل متحد برده شد از اون نگوییم و دامی آن را فکر کنیم، یعنی که به سازمان ملل متحد بردیم، این یک زینه پایانی سازمان ملل متحد بود، باز دارد زینه بالاتر. باید کوشش انجام شود که همون پرونده ها به زینه بالایی برده شود. اینجا من قید کنم ما در ازوتوی هم گفته شده بود که پرونده پدر من با کمک سازمان فریدم ناو و لاویر سازمان ادوکات ها و یک چند برادران دیگر با چیزی بالایی برده شد، ولی همون پرونده دیگر زندانیان تا حال خوب است. مثال پرونده ای که 100 صفحه که اون را از زندان پدرم روان کرد و ما اون را رسانه‌ای کردیم و برای اون ما را برده 2 روز زندانی کردند، همان تا امروز به دیگر زبان‌ها ترجمه نشده است. می شود آنها را با زبان‌های انگلیسی و روسی و دیگر ترجمه کرد. یعنی بسیار کارهایی است که می شود انجام داد، ولی درستی کمکاری در اینجا صورت میگیرد. در اینجا من میگویم که از جانب ما نزدیکان زندانیان هم کمکاری صورت میگیرد، هم از جانب رهبریت حزب نهضت و دوستان و همکاران پدرم. تشکر به شما. شهرت بفرمایید محمد اقبال. من انشالله اگر نشنیده باشه سوال را حتما تکرار میکنم، انشالله میخواهم از شما نیز جواب بپرسم به این چیزی که میخواهم بفهمم. شهرت بفرمایید. تشکر زیاد. اون چیزی که فیروز گفت تقریبا موافقم، ولی چند علاوه دیگه میخوام در همین مورد داشته باشم. ببینید که شوکت جان، من از تجربه پیوندانم در داخل کشور، از تجربه خودم در بیرون از کشور که چند از همین یعنی به خاطر یک محبوس سیاسی من تلاش و همون چی گرچنده که من قناعتمند بودم نمیتونم در بیرون از کشور قرار دارم و خیلی محدود است، کارهای شخصا بنده خیلی محدودتر است و این هم شما خوب میدونید.
ولی از تجربه میگم که هر چیزی که در زندان میگذرد من مطمئن هستم که تمامی پیوندهای خانواده های زندانی سیاسی این چیزا میدونن و خبر میرسن به اونها و من تا جای همه معلوم که یک زندانیش مثلا طبق همون مقررات زندان یک هفته یک مرتبه 2 مرتبه زنگ میزند. من از تجربه میگم که هفته اخیر بود پدرم زنگ نزدن و خانواده‌مون خیلی نگران بودن. شاید اونا گفتن شکنجه کردن برای کدام کارش، برای کدام کاری در زندان، به خاطری که مسافید است بعضی همون سکلون که و همون چیزا را انجام نمیتید و به دیگر به 30 سالشون به یک جای رسیدن انجام نمیتید. اونا شاید سکلون که کردن و شاید یگان شکنجه کردن، شاید با همون پکپ و پکت و همون جایی شکنجهگاه برده باشن. در حال تماس گرفتن به زندان، رفتن به زندان، تلاش کردن، دو کردن. خود زندانبان ها باور کنید، خود همین زندانبان ها در همونجا بسیار نگران میشن وقتی همین خانواده ایمو وارد زندان میشن. یعنی میبینن از محبوسشون پرسان میشن، خیلی اونو نگران میشن و حتی همین خیلی شده که نگاه میکنن در دستی همون پیوندی ما تلفن هست نیست، مبادا عکس گیرد، مبادا ثبت کند، مبادا یگان کار کند. اونا تلاش میکنن که خودی پدرم دم به دم زنگ زند. باور کنید این تجربه است، این تجربه ای که ثمرش خیلی چی است، برای ثمره گرفتن خیلی آسان است. به این کمتر خواهش پیوندهای زندانیای سیاسی چی در داخل کشور و چی در بیرون خیلی ربط دارد. و ایده دیگر همین که میتوانم در اینجا مطرح کنم، همین همبستگی، مثلا همین چند نفره که در بیرون از کشور هستیم در یک جایگی و در یک جایگی با داخل تاجیکستان با پیوندانی که در داخل هستند رابطه داشته باشیم و دائم در تماس باشیم و در یک جایگی کار را انجام بدیم. یعنی چی؟ هر مشکلی که در زندان میشد، زندانی کسل شد، برای ما باید برسانند. درست است که اونها میترسن، چیزی گفتن نمیتوانند، ولی راهش هست که توسط ما میشود که در رسانه ها اون چیزا، اون معلوماتی که در زندان گذشته است اون مطرح شود. آخرین از تجربه میگم که ثمرش خیلی به آسانی بود. همین چند هفته پیش اگر اشتباه نکنم در صفحه شخصی خودم در فیسبوک یک شکایتنامه، یک مراجعتنامه به سرداری زندان‌های تاجیکستان نوشتم که یکی از کارمندان زندان نسبت پدری من بی‌حرمتی کرد در وقتی ملاقات یعنی دیدار با پیوندان. خیلی یک با گپای قبیح هم گفتن که در اینجا نمیشه گفته. خب دیگر گپ قبیح گفتیم، معلوم است نااحترامی صورت گرفت و ما شکایت کردیم و پیوندان هم به من رساندن که همیشه شد و یک حالتی بود که دیگر گلوشان گلوگور شد و اون منظره و همون حالت زندانی را که دیدن خیلی مایوس بود از تحقیر و از گپ‌های اون کارمند زندان و همین حالت خیلی نگرانشان کرد، خیلی گریان شدن و به من گفتن که همین چی صورت گرفت و من اینم همچون به عنوان یک پیوند محبوس سیاسی اینا شکایت کردم به سرداری زندان‌های تاجیکستان. باور کنید در زندان‌ها هم در همین مقامات به خصوص در زندان‌ها هم نفرایی هستن که واقعاً زحمت میکشن، واقعاً خدمت میکنن. همین شکایت باعث شد که از جانب سرریاست از طرف منصور جان معروف یک دستور شد و معاون و یک چند کارمندانش رفتن و وضعیت کمتر خیلی یعنی تغییر یافت و خودی پدرم هم زنگ زدن تشکری کردن که همین هم رسانی کردید. این باعث شد که هم سردار زندان بفهمد اینا و هم مسئولین هم بفهمند که یک چنین رفتارها
در بین کارمندان زندانبان ها بخصوص یعنی فکر شما این است که اگر کم بیش پیوندان زندانیان سیاسی هم از خود جرأت و شجاعت نشان دهند خیلی مسئله خوب حل می شود و به سوی نیکی می رود. من از همین چند تجربه که حالا به لحاظ همرسانی شدن و به لحاظ معلومات ها را در رسانه ها می دهم و خود من مطلب می نویسم و مثلا شرح میگو، این چیزا تاثیر دارد و از همه دوستان و به خصوص پیوندان زندانیای سیاسی خواهش میکنم و اگر ما میخواهیم که هر چیز زودتر مسئله زودتر به مثبت حل شود و بررسی شود باید تلاش کنیم. و یک چیز دیگر در بابت همین سازمان ملل متحد گفتنی هستم که ما به این تکیه نکنیم که سازمان ملل متحد با یک درخواست یا اینکه مثلا با یک توصیه داده است که زندانیای سیاسی در تاجیکستان آزاد کنند بدون قید و شرط، چون اونها کارشون انجام دادن. همون زینه‌ای که در سازمان ملل بود، همون گروهی که در سازمان ملل متحد بود، اونها کارشون انجام دادن، برای ما خدمت کردن، یعنی برای پدران ما، برادران ما در زندان خدمت کردن، همین که وضعیت تحلیل کردن و تصدیق کردن که اونا بیگناه هستن. این خود خیلی کاری است، دیگرش در دست ماست. فکر میکنم باید ما تلاش کنیم. بله درست است. بسیار خوب، تشکر زیاد شورا جان برادر عزیز. خیلی از پیشنهادهایی که شما گفتید من موافق هستم، واقعا هم همین طور هست. همین مثل عائله شما که به خاطر پدرتان رنج میکشید، مبارزه میبرید، همه عائله ها و پیوندان زندانیان سیاسی فعال باشند، خیلی خیلی ما پیش میرویم. و ببینید حالا اینجا سید اسحاق بابایف یک اشاره هم کردن، گفتن که بعضی از همین تلاش های وجود دارد که برای آزادی زندانیان سیاسی اگر پیوندان زندانیان سیاسی در پهلوی همین مبارزه، همین عموما چی ها نباشند، فعالیت ها نباشند، اون فعالیت ها و مبارزه ها معنی ندارد و سازمان های بین المللی عموما جایی که مراجعت می شود به آنها به این نظر می شود که پیوندش جیم آرام ایستاده است، اینها شخصان بیگانه آمده مثلا گریم کاریری سیاسیشون میخوان پیش برند. این گونه حالت های هم وجود دارد. برای آن که فعالیت برای آزادی زندانیان سیاسی جانناک شود، پیش رود، من به این فکر هستم، به این اندیشه هستم که باید پیوندان زندانیان سیاسی از همه بیش فعال باشند، از همه بیش فعال باشند. در این حالت حالا ببینید اگر پیوندان زندانیان سیاسی این رو هم قبول کنیم که اگر پیوندان زندانیان سیاسی خودشان فعال نباشند، کسانی که برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت میبرند آنها رو متهم میکنند، یعنی یک شخصانی متهم در جامعه شناس میکنند، چون پیوندان زندانیان سیاسی جیم ایستادن، آرام ایستادن، هیچی نمیگویند، لیکن یک نفرانی هستند که صدا بلند میکنند و به سازمان ها مراجعت میکنند و واهمه میکنند و هاکذا. آنها هم به این خلاصه میگویند که پیوندش در همینجا جیم ایستاده است، اینقدر گپ کلان ندارد، یک دو سوال میده، یک دو جواب میدهد، با همین یک هفته دو هفته گوش نمیبرد، یک دوم بچش نمی نماید، یا اینکه تماما خودش رو روسکر پنهان کرده گشته است. اما اینها میخواهند که از حساب زندانیان سیاسی، از حساب زندانیان به خودشون کریر سازند. این گونه حالت ها به وجود آمدنش ممکن. برای همین نداشتن فعالیت برای آزادی زندانیان سیاسی از جانب خود پیوندان، این بسیاری از فعالیت ها برای آزادی زندانیان سیاسی را کند میکند. من به این باور هستم. حالا اینجا کی وارد شده بودن محمد اقبال حسینی، من از ایشان هم پرسیدنی بودم این سوال را که خارج شدن. برادر یگان چیز اضافه کردن؟ بله اکا شوکت جان، با منظرت از این فرصت استفاده میبرم، صحبت نهایی ما میکنم، بعد زنده باشید. من از تمام آنهایی که چی در برنامه اشتراک داشتن، چی در تماشای برنامه و چی گروه و سازمان های و چی از فعالان اجتماعی
و از فعالان شهروندی در کشور و بیرون از آن منت دارم، تشکری میکنم که برای پدری من، نه تنها یک پدری من، برای دیگر پدران، برادران، هم حداقل هم وطنان و هم مهنان خودشان صدا بلند کردن و این روز یادآوری کردن. تشکر میکنم. به همین به شما هم رحمت کلان اکای شوکت جان، زنده باشید. خدا همه ما و شما را نگهدار باشد. بار دیگر از خدا و از پروردگار مسئلت دارم که تمام زندانی ها آزاد شوند و اسباب آزادیشان با دست ما به خصوص ملت تاجیک نصیب گردانه که ما آنها را توانیم آزاد کرده باشیم. تشکر زیاد به هم. برادر عزیز تشکر زیاد. فیروز بفرمایید. همین در گفته‌های یکی شورات میخواستم یک کم تا پیشتر شده گفتن، همین در مسئله آزاد نمودن زندانیان و مشکل زندانیان، در حقیقت اویلای زندانیانی که در تاجیکستان هم اونها کم فعالن و آنهایی که در بیرون هم هستند خیلی کم فعالیت میکنن، از مشکلاتشون نمیگن. اونها را میشود فهمید چون به خاطر که یعنی از شکنجه و بازداشت و زندانی و دیگر میترسن. در همون اولی که مثال یک کم اگر سالهای اول به نظر بگیریم، یعنی 3-4 اویله فعال بود، ولی بعدا آهسته آمد با هر راه، یعنی حکومت توانست این یک چند اویله دیگر را خاموش کند. ما در این مدت اویله زندانیان یا دوستان و نزدیکان پدرم همون رهبریت نهضت میتوانستن همون ترسی اویله زندانیان را از اونها بیرون کند. یعنی مشکل یعنی میشد در این مدت حداقل مشکلات اویله های زندانیان سیاسی رو، یعنی مشکلاتی که با کی میگن با همون مقامات روبرو هستن، اون مشکلات حل شود. یعنی وقتی که یک اویله که گپ زد یا 2 اویله گپ زد، حتما بالای اون 2 اویله حتما فشار می شود. وقتی که 5 اویله یا 10 اویله گپ زد، نمیرن بالای اون همه اونها فشار آورن، تقسیم می شود اقلا. بله در حقیقت فشار تقسیم می شود، فشار بالای تنها 2 اویله نمی شود. باید اگر هرچند که دیر هم شده است، باید روی برنامه کار با اویله زندانیان که در حقیقت همه زندانیان، نه تنها پدری من و نه تنها پدری که شورت شکنجه میشن، همه زندانی. من خبر دارم که بسیاری زندانیان شکنجه شدن در همین مدت، ولی اویله هاشون نگذاشتن که آنها را رسانه‌ای کنند. در حقیقت در اینجا نام بسیاری برادرها هستند، نمیخوام گفتن که باز فشار بالای آنها بشود. وقتی که خودی آنها صحبت کردن، نترسیدن از این چیز گفتن، اون فشاری که هست اون گذرنده است در حقیقت، و اون فشار دیگر وقتی که بسیاری ها آواز صدا بلند کردن دیگر اون فشار نمی شود. بعد در آخر همینجا گفتنی هستم که دوستان و برادران فکر نکنند که ما اینجا آمده ایم گیله و ناله و دیگر داریم که زندانیان ما فراموش شده است. در حقیقت یعنی فراموشی به کدام خاطر است؟ برای کم فعالیتی ما میگوییم. یعنی برادران فعالیت کنند، در برابر اونها ما پیوندان زندانیان را کار بفرمایند، بگن شما این کارها برای شما تقسیم است. هر یک اویله زندانی برای اویله خودش کار میکند. در اینجا همین نقطه را قید کردیم که فکر نکنن که ما گیله و ناله داریم دیگر. با امید تمام گفتارهای ما برای این است که وقتی پدری این حقتون باید گفته شود. برای چی باز بیشتر روز به روز بیشتر این مشکلات گفته میشد؟ وقتی که من در همون گفتم قید کردم، وقتی که پدری من زندانی شد 57 ساله بود، او در حال حاضر 63 ساله شده است و به نزدیکی 64 ساله میشد. عمری آنها نیز رفته ایستاده است. نمیشد ما بشینیم و بگیم با امیدی یعنی با امیدی هر کس کردن بگیریم و بگیم یکی میشود خدا خواهد آزاد می. بله خدا خواهد آنها آزاد میشن، اولا امید از خدا داریم، ولی باید عمل هم بکنیم که عمر از آنها رفته ایستاده است. در حقیقت ما چندین شهید دادیم، خدا رحمت کنه مقسیم ستا را کشتن، خدا نکند که به سر دیگر زندانیان این کار بیاید. ما بیشتر از این میترسیم. تشکر زیاد برای این برنامه که شوکت. در حقیقت برنامه خیلی خوب بود. اگر
سخن گفته باشیم که خیلی ها خوب خفه است. شده باشید. شما برای بخشش زیاد. جمعیت، برای ملت قربان شده است، پشت پنجره زندان شده است، حیاتش را قربان کرده است و باید ملت برای آزادی کاری کرده باشند. این دعوای شما یک دعوای واقعی است. تشکر به شما. زنده باشید. سلامت باشید برادر عزیز. حالا با یک نفری که از واتساپ زنگ زدگی هستند، با ایشان ما وعده کرده بودیم که در خط بمانند، صدایشان را میشنویم. هرچند وقتی برنامه تمام شده است تا وعده اجرا شود ما آن کس را میشنویم. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکه شوکت خوبی هستین؟ سلامت باشید. بفرمایید برادر. رحمت کردم برای قبول کردن برای برنامه‌تون. من برای هم برادرای از سخن گفتنی هستم که اگه پیش از زندان رفتن باید فکر زندان رفتن کردن در کره برای چی که میبینیم امروز در نوارای اینترنتی بسیار دغل گم میزنن، مثال تحقیر میکنن، مثال قانونگذار جمهوری تاجیکستان چیزی که من کگه او همون چیزا اهمیت نمیتن. وقتی که بعد زندان شدن بعد میگن سیاسی زندانی. مقصد کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان درباره 137 ستیش تحقیر جناب عالی مقصد حق پیشو مقصد و یک ستیه که دارد 307 ستیش برای سرنگون ساختن دولت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان طریقه شبکه اجتماعی ایجاره اهمیت دادن در مقصد سیاسی مخالفی تا به تحقیر مثال به یگان چی کردن در کنی رو توقعی اکه شوکت. حالا من خواهش میکنم که یا حالا ادامه دارد گپتون؟ ادامه دارد. مالش گپتون رو تمام کنید من بعد گپ میزنم. بفرمایید. برای همین به تحقیر به قانون شکنی مقصد فکر اندیشه تا گپ زد. مقصد یکی خیلی که تحقیر میکنن یا کسی که کاملا باشه پدرش تحقیر که در این پیش باشه دندانو تمه رزونه. مقصد همرا پدرش عزیزه، همرا پدرش یه مقصد نه که میخیزن یا خیلیش ها گپوی میگن یا گپوی میگن. بسیار خوب برادر عزیز. من حالا دق میکنم شما را و حالا فکر میکنم که شما برای تصدیق گپ‌های گفتگیتان سخنتان را ادامه داده اید. به همین خاطر از شما احترامانه خواهش میکنم که حالا اجازه بدهید من به گفته های شما یک جواب داشته باشم. مال اجازت. تشکر به فکر و ملاحظه های شما که به برنامه وارد شدید و این فکر ملاحظه های خودتون را گفتید. برادر عزیز گرامی، ما به این فکر هستیم که اگر در جامعه که رئیس جمهور ایمونیتت پیدا کند که او را هیچ کس تنقید نکند، برای تنقید رئیس جمهور کودکس جنایی باشد، چگونه او رئیس جمهور اگر خطا کند اصلاح کرده می شود؟ هیچ کس حق نداشته باشد که از او تنقید کند. برای همین این قانون خودش ضد قانونی است. این قانون خودش ضد کنستیتوسی است. میگویند نزد قانون همه برابر هستند. این قانون خودش نابرابری را در جامعه ایجاد میکند. یعنی به یک نفر حقوق کامل میدهد که او چیکار کند، دزدی کند، غارت کند، چیکار کند، هیچ کس تنقید نکند او را و او یک ایمونیتیت دارد که تنقید ناپذیر است. همین قانونی که شما گفتید ضد سرقانون است. هر یک سرقانون جمهوری تاجیکستان مادر قانون هاست و طبق قانونگذاری هم هر یک قانون، زیر قانون و سندهای حقوقی که به سرقانون جمهوری تاجیکستان مضمون محتوایش ضد است، آن قانون اعتبار حقوقی ندارد. برای همین این قانون‌های معین کرده شده برای سرکوب کردن مخالفان رژیم است. برادر عزیز، همین قانون را بگویید که گویایش به طلبات یک جامعه دموکراتی راست میگوید. در جامعه های دموکراتی در کشورهای متمدن رئیس جمهور را کاریکاتور میکنند، اکتیورها، هنرمندان رول رئیس جمهوری کشورشان را میبازند و او را مسخره میکنند و هر یک گپ‌های گفتگیش، خطاهای کردگیش را. حالا تاجیکستان، مخالفین تاجیکستان به این حد رفتن نرسیدند
تا به این حد حالا نرسیدند، در حد خیلی پایان هستند. اگر به این حد آمده رسند، رئیس جمهور چیکار میکنه؟ برآمده خودش را آویخته میکشد یا تمام ملت را بمب باران میکند؟ به این سوال ها جواب یافتن در کار برادر عزیز. تا این حدی که رئیس جمهورهای دیگر کشورها تنقید میشوند و آنها کرکاتور میشوند و آنها حتی در صحنه ها رول آنها را همچون یک خطاهای سیاسی آنها را هنرمندان بازی میکنند و به نمایش میگذارند. تا به این حالت حالا کدام از نمایشکاران هنرمندان تاجیک را دیدید که رئیس جمهور را تنقید کرده است، رول او را بازی کرده، نقش او را بازی کرده؟ ندیدیم این خیر را. همه تملق دست پیش پر پیشوای ملت، جناب عالی، پدر ملت، نجات دهنده تمام عالم گفته گشتند. ندیدیم تا این حالت رفته رسیدن. تا این حالت حالی ملت رفته نرسیدن. تنقیدها از کجا هستند؟ تنقیدها حالا ببینید، یکی از تنقید کننده های حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه ما هست، من هستم. چی را تنقید میکنیم؟ ما میگیم که یک رئیس جمهور با اهل عائله‌اش حق مناپوله کردن تجارت های کلان تاجیکستان را ندارد. او رئیس جمهور شده است، همچون خادم ملت باید خدمت کند، در یک وقت معین شده باید برود، دیگران بیایند شخصان با استعدادتر از او خدمت کنند. او خادم دولتی است، او بیزنسمن نیست، حق تجارت ندارد. او نفران در عائله‌اش نفرانی که به منصب شنانده است، اون نفران نیست، شخصانی در هم صاحب منصب بودن و هم تاجر بودن رو ندارن. همه بازارهای کلانی تاجیکستان در دست یک عائله وجود دارد. همه بازارهای کلانی تاجیکستان کی به این رئیس جمهور حق داده است؟ مگر همین را پرسیدن حق نداریم ما؟ همه تجارت های کلانی تاجیکستان در دست یک عائله است، در مناپول یک عائله است. مگر این حق را نداریم که از رئیس جمهور بپرسیم؟ و اگر گوش به گوش زد، با دزدیش را ادامه داد، باز غارتش را ادامه دارد. مگر این حق را نداریم که تو غارتگری گوییم، تو بی‌ناموسی گوییم، تو خواهی ملتی گوییم، تو مثلا گیریم دزدی گوییم، غارتگری گوییم؟ یک غارتگر را غارتگر میگویند، دزد را دزد میگویند. مثلا گیریم اگر پرزیدنت رئیس جمهور را بی گناه بی جرم بگوییم که تو غارتگری، مرحمت به این تهمت به ما پرونده شده شود. لیکن دزدی میکند باید دزد را دزد گفت، غارت میکند ملت را باید غارتگر را غارتگر گفت. بعد وقتی که این غارت میکند به غارتگریش جواب نمیدهد، در پیشگوی قانون جواب نمیدهد، تمام مال ملک ملت را دزدیده است، به دزدیش جواب نمیدهد، منصب را، کرسی رئیس جمهوری را به دنبالش شیرش کرده است، از وظیفه نمیرود، غصب یعنی غصب حکومت کرده است که طبق کانستیتوسیون غصب حاکمیت من است، به این جواب نمیدهد، پشت پنجره زندان نمیشود به دزدی هایش. پس دیگران را شما به ماده با کودکس ها تهدید میکنید برادر عزیز. این تهدید هایتون بیجا است. اجازه است گپ زنم؟ گپ زنم اکا. بفرمایید. فقط ببینید برادر عزیز، اینجا نگاه کنید. همین پیشنهاد، همین چیزهایی که شما گفته ایستاده بیرون از موضوع ما است، اما ببینید من چنانی که به شما وعده کردیم که حتما به شما سخن بدهیم، حتما به شما سخن دادیم برادر عزیز و حرفایتان را گفتید و باور کنید. حالا ببینید برادر عزیز، وقتی ما تمام شده است، من امشب فردا پس فردا گپ زنم، شما را متقاعد کرده نمیتوانم. با این حرفایم شما متقاعد نمیشوید. برای چی میدونید؟ برای اینکه یک شخص خواب رفته باشد، در خواب مانده باشد، او را میتوانی رفته بیدار کنی، به سر رویش آب پاشی، یک جنبانی بیدار شود. اما نفری که خودش را به خواب میاندازد، او را بیدار کردن مشکل است. هر میزنی میکوبیم، لگد چپش میکنی، خودش را به خواب انداختن میگیرد، دیگر بیدار نمیشود. برای همین برادر عزیز، این صحبت ما که چقدر دوام یابد بی‌معنی است، چون که شما واقعیت را توان قبول کردن ندارید، باز همون چیزهایتان را میگویید، باز همون نابوده ها را میگویید و وقتمان بیهوده صرف میشود. سلامت و سربلند و پیروز باشید. حالا تماشاگران عزیز، این برنامه ما
وقتمون تمام شد، تنها بخش اولش به آخر رسید. تنها یک بخشش به آخر رسید. یک بخش دیگرش که حالت زندانیان در تاجیکستان بود، فقط نوگش را برادر عزیز گرامیمان شهرت جان کمتر گپ زد. برای همین هم شاید ما یک بار دیگر به این مسئله وارد شویم، در این باره یک برنامه دیگر شاید داشته باشیم، چون که بسیار گفتنی های در اینجا گفتن نشدند. به هر حال خلاصه این هم شد که ما باید همه دست به دست همدیگر گیریم، متحد شویم و برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه بریم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.